طبع همکاران خودمون باشه. با تماپی استاد یه جورایی توجیه کار با مدالیته ها و ارز کنم کامپوننت ها و این هاست. متن جلسه امروز من خودم فرصت نکردم بخونم، یه مقدار از صبح سرما خورده بودم، اصلا حوصله‌ام نشد. خوبیه این جلسه ها اینه نخوندم بیای استفاده میکنی. حالا سعی میکنم من استدلال رو خلاصه بکنم حقیقتش اگر بشود. آره استاد، فکر ما نخوانده ها هم باشید لطفا. من هر جلسه میخونم، این جلسه نتونستم بخونم متن. حالا زیاد بود، فکر کنم به 2 جلسه بکشه. بله وجود من تصمیم که 2 جلسه باشه و فکر میکنم که 2 جلسه براش مناسبه. یه بخشی رو ما میریم تا بخش از مباحث رو، بعد استدلال بالینی بر این اساس میمونه واسه جلسه بعد. بسیار من دوربین میکروفون لپتاپم خاموشه، ویندوی چرا پی دی اف هم باز نمیشه اینجا. بسیار خوب. حالا ببین شیر هم داریم یا نه؟ الان ببینیم. من شیر کردم صفحه رو. بذاریم من پین کنم لپتاپ شما رو و شمار. استاد الان ارائهتون اوکی، تصویرتون هم عالی. من دیگه تصویر میکروفون رو میبندم. یه سلام خدمت همه همکارا عرض میکنی. در خدمت استاد سعدی هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. منم سلام دارم خدمت همه همکارانی که وقت میذارن شرکت میکنن توی مباحث و در حال توفیقی است که باز هم مجدد در خدمتتون باشیم. من خدمت آقای دکتر شمیری هم خوش آمد میگم، خدمت خانم دکتر معصوم، خانم دکتر نوروزی یا خانم دکتر مرجانی و نمیدونم چند نفر هستن توی چت، ولی الان بچشم اینا. در حال بریم سراغ اصل بحث که از کتاب Perspectives on Human Occupation هست، مال هینو حالا من اسمش میگم هینویوسا، حالا بعضیا هاینوجوزا میخونن، هاینویوسا میخونن، خیلی خوندن اسم مهم نیست. و خانم کرامر و خانم براسیکروین. کتاب مال این 3 نفر هست 2017 که دیدگاه خاص خودشون روی جوری توسعه میدن، اما به رویکردهای دیگه هم میپردازن. و یه چپتر از این کتاب من دیدم خیلی مناسب این بحثه، اونم چپتر 4ش هست که عنوانش هم هست Occupation as a Goal، یعنی چیزی که تو عنوان میبینید مبنای تمام استدلال این چپتر. حالا تو این چپتر چی میخواد بگه به ما؟ یعنی این آیه هینویوسا و خانم کرامر چی میخوام بگن؟ میخوان نشون بدن که با توجه به اینکه بخش زیادی از این کتاب رو کسایی نوشتن که طرفدار یک نگرش وحدتگرا هستن حول محور آکیپیشن، افراد دیگه هم هستن یا نگاه دیگه هم هست که کثرتگراست. حالا مبانی این استدلال شما تو این چپتر میبینیم که دفاع داره میکنه یه جورایی از اون نگاه کثرتگرایی که تقریبا میشه گفت همه مداخلات رو موجه جلوه میده در مقایسه با اون چیزی که ما جلسات قبل بهش پرداختیم. خب شروع کتاب با شروع این چپتر با این جمله است که عرض کردم خدمتتون که میگه که بیشتر نگرش ها که در این کتاب مطرح شدن معمولا یک باور فلسفی و نظری دارن. متن قابل مشاهده است دیگه، درسته؟ من تا جایی که تونستم بزرگش کردم. حالا نمیدونم دوستان راحت. بله استاد، کامل همه چی واضح و عالی، دست شما درد نکنه. بسیار عالی. باورش اینه که اکثر چپترهای این کتاب که اشاره شده بهش روی حول یک محور به اسم آکیپیشن
به عنوان کور و هسته اصلی و تمرکز کاردرمانی توافق نظر دارن، اما افراد دیگه هم دیدگاه دیگه میتونن داشته باشن. توی ادامه متن اشاره میکنه که این بحث جایی پیش رفته این طرفداران اکیپیشن که معتقدن که یک روش درمانی هست به نام Occupation Based Approach که میتونه تقریبا برای اکثر مراجعین ما استفاده بشه. اسامی هم اینجا اشاره کرده، کیلهافنر، حالا اسکید و شولز و یکسا و حالا کسانی دیگه مثل مولینو، مثل جنیفر کریگ. اینا کسایی هستن که این اعتقاد رو دارن که Occupation و مداخله اکیپیشن محور اساس کار کاردرمانی. این چپتر میخواد به نگاه دیگه بپردازه تحت عنوان اکیپیشن از گول، یعنی اکیپیشن به عنوان هدف. به اون نگاهی که میگه ما وقتی هدفمون اکیپیشن باشه و روی متمرکز باشیم تو حوزه کاردرمانی هستیم، اما میتونیم از ابزارها و روشها و رویکردهای متفاوتی استفاده بکنیم. نکته مهم فقط اینه که ما اون هدف رو از دست ندیم، یعنی نگاهمون به سمت اکیپیشن باشه. ما تو جلسات قبل اینو یه جورایی اکیپیشن فوکس نگاه می‌کردیم که نگاه به سمت اکیپیشن باشه، و تو بیان تروملی و گری اکیپیشن از اند میشه این قضیه که مینزمون میتونه هر چیزی باشه. میتونه مداخلمون در حوزه اکیپیشن باشه یا حوزه کامپوننتاش. میتونه اکیپیشن بیس باشه، میتونه اکیپیشن بیس هم نباشه. اما بحث اینه که اینا معتقدن، کسایی که معتقد به کثرت‌گرایی ان، یعنی معتقد به پلورالیسم توی کاردرمانی هستن، معتقدن که ما وابسته به یک پارادایم مشخص، یک نگاه مشخص نیستیم، بلکه ما اکیپیشن رو، یعنی این افراد اکیپیشن رو نتیجه انواعی از مداخلات و انواعی از رویکردها میدونن و انواعی از عوامل. بنیان استدلالش هم اینه که به این عوامل میپردازه و میخواد کامپلکسیتی این قضیه رو بگه و ما رو متوجه این بکنه که با وجود این همه کامپلکسیتی نمیشه یک راه حل برای همه مشکلات مراجعان کاردرمانی ارائه داد. من بعدا بحث خودم خواهم کرد در مورد این نگاهش، ولی فعلا بپردازیم به خود متن که خود متن چی میگه. اینجا توی متن اشاره میکنه که کسانی که نگاهشون کثرت‌گراست معتقدن که ما یک پارادایم نداریم که مراجعه کنه. اینها رو چند تا از محققین میگن مداخلات پارادایم ایندیپندنت، یعنی مداخلاتی که وابسته به پارادایم نیستن، خارج از پارادایم کاردرمانی، خارج از پارادایم اکیپیشن هم اصطلاحاً، و اونا رو نقد میکنن. من حالا این جمله رو، این کلمه رو جلوش نوشتم به صورت آبی برای اینکه خودم یادم نره که منتقدان این دیدگاه رو به این دلیل زیر سوال میبرن که میگن از پارادایم کاردرمانی خارج میشه، در که اینا بنیان استدلالشون اینه که ما یه پارادایم اصلا نداریم که بخوایم ازش خارج بشیم، بلکه میتونه پارادایم متفاوت داشته باشه. کسی که بیشتر به این قضیه پرداخته یکی از بزرگان کاردرمانی، افراد شناخته شده کاردرمانی است به اسم آن کرانین موزی که حامی این نگاه کثرت‌گرا به کاردرمانیه و معتقده که برای اینکه ما بتونیم نیازهای مراجع رو بهش برسیم باید از مداخلات متنوع استفاده میکنیم. بنیان این نظریه اینه که مبنای ما، نگرش ما، نه اون چیزی که ما فکر میکنیم، نه اون تئوری که ما داریم، بلکه اون نیاز مراجع، یعنی توجیه مداخلات بر اساس نیاز مراجع انجام میشه. میگه با وجودی که خیلی از مداخلات میتونن اکیپیشن بیس باشن، اما این یک نیازمندی، یک ضرورت بنیادی نیست که حتما اکیپیشن بیس باشن. تنها چیزی که ضرورت داره تو این نگاه، تو نگاه کثرت‌گرا، اینه که ما یک پایه نظری درست برای مداخلات انتخاب بکنیم و بر اساس اون ابزار درمانی درست انتخاب بکنیم که بتونیم نیازهای مراجعمون رو بهش برسیم یا رفعشون بکنیم. تأکید روی اینه که شما برای اینکه ببینید وقتی همچین نگاهی هست، خب حالا به هوشیاری نویسنده بهش اشاره میکنم به این قضیه، وقتی همچین نگاهی ما داریم ممکنه هر فردی هر نوع مداخلی رو با این توجیه که من دارم نیاز مراجعم رو رفع میکنم، خواست مراجعم رو دارم برآورده میکنم
و هدف هم مشارکت فرد در اکیپیشن، هر کاری میتونن بکنن. اینجا تأکیدشون روی اینه که مداخلات حتما باید بر اساس گایدلاین های نظری صحیح باشه و یا بر اساس چارچوب های مرجع صحیح. یعنی شما باید حتما، حتی اگر دارین تو با این نگاه کار میکنید، گایدلاین های نظری درستی رو داشته باشید و یا فریم اف رفرنس های درستی رو داشته باشید. خب این از مقدمهش. بعد وارد خود بحث این نگاه کثرت‌گرا میشه. نگاه کثرت‌گرا در مقابل نگاه چیه؟ در مقابل نگاه مونیست یا نگاه وحدت‌گراست که معتقد کاردرمانی تمرکزش روی مداخلاتی هست که باید حتما حول یک مفهوم واحد به نام اکیپیشن جمع بشن و در نتیجه همه مداخلات باید اکیپیشن بیسد باشن. حالا اینجا اکیپیشن بیسد به معنایی که متجسد قبل داشتیم صرفا نیست، بلکه شامل همه اون مفاهیم میشه. یعنی اینجا این دو نفر از اون ادبیات خانم فیشر استفاده نمیکنن، بلکه کل مجموعه مداخلات مبتنی بر اکیپیشن رو اکیپیشن بیسد نام میدن. در مقابلش نگاه کثرت‌گرای موضوعی رو مطرح میکنن که میگن که هیچ کدوم از اجزای رشته کاردرمانی از بقیه مهمتر نیست. اگه بخوایم مداخله ای انجام بدیم، بخوایم کاردرمانی انجام بدیم، باید از تمام این امکانات استفاده بکنیم و از مدل‌های مختلفی رو که در دسترس داریم بر اساس بنیان‌های نظری صحیح استفاده بکنیم. حالا ایده اصلی این نگاه اینه که یک توصیف، یک تعریف نمیتونه یک پدیده رو به طور کامل توضیح بده، خصوصا پدیده پیچیده‌ای مثل مشارکت افراد در زندگی روزمره. بنابراین یک توصیفی اکیپیشنال نمیتونه کافی باشه برای اینکه شما بتونید زندگی روزمره یک فرد رو بفهمید و مشکلاتش رو بفهمید و مداخلات مناسبی رو بر اساسش انتخاب بکنید. خب طبیعیه وقتی اینجوری نگاه میکنید از هر ابزاری میتونید استفاده بکنید که بنیان نظری درست داشته باشه تا بتونید فرد رو به اون نیازش که مشارکت در اکیپیشن ها هست برسونید. حالا در ادامه به این میپردازه که خب یعنی برمیگرده به اون نگاه وحدتگرا که میگه بسیاری از حالا دانشمندان حوزه کاردرمانی پیشنهادشون این بوده که شما حتما اکیپیشن رو به عنوان مفهوم اصلی در نظر بگیرید و باورش این بوده که این مفهومه که کاردرمانی میکنه و کاردرمانی رو میسازه در اصل. اما در طرف مقابل افرادی مثل دیرت، مثل کرامر و هینوجوزا که همه الان داریم بحثشون میخونیم، مثل خانم موزی، میگن که در طول تاریخ کاردرمانی و در همین امروز کاردرمانی میبینیم که رویکردهای مختلفی رو به طور مؤثر تونستن در کار با مراجعینشون استفاده بکنن. سوالی که این افراد مطرح میکنن که با توجه به گستردگی کاردرمانی، یعنی از طیف وسیع مراجعینش و طیف وسیع خدماتی که ارائه میده و طیف وسیع ستینگایی که میتونه توش کار بکنه، چرا باید کاردرمانی فقط با یک مفهوم، با یک کانستراکت اصطلاحاً تعریف بشه؟ و این ادعا رو زیر سوال میبرن که یک مفهوم کافی نیست و نمیتونه توضیح دهنده همه این مباحث باشه. اینا معتقدن به جای اینکه ما خودمون تعریف بکنیم یک رویکرد رو، یک نظریه رو بر اساس اون بریم جلو، بیایم خواستها و نیازهای مراجع رو اونا رو مد نظر قرار بدیم و شیوه درمانشون رو بر اون اساس انتخاب بکنیم و فقط وابسته به یک مفهوم به نام مفهوم اکیپیشن نباشیم. تا همینجاش دوستان احتمالا متوجه شدن که این نگاه یکی از توجیه‌های خیلی شاید معروف همکارا باشه برای مداخلات مختلفی که حالا اشخاصی از جمله خود من اینا رو اکیپیشن سنترد یا اکیپیشن کاردرمانی اصیل نمیبینن. افراد کثرت‌گرا با وجود این نگاه میگن که ما مداخلات اکیپیشن بیسد رو بی اهمیت نمیدونیم، بلکه اونا رو یکی از انواع مداخلات کاردرمانی که میتونه در بیمار مراجع بشه، در مراجعان استفاده بشه میبینیم. مفهوم مهمیه، اما
فقط یک مفهوم در کنار سایر مفاهیم و تمام رشته هم نیست و همه مداخلات هم تعریف نمیکنه و همه اون کاری که کار درمانگر میتونه بکنه رو یا داره میکنه رو تعریف نمیکنه. بر این اساس اینا مخالف این نظریه. معتقدن که کار درمانی باید مداخلاتی رو انجام بده که نیازهای مراجع رو ببین. بچه داره تکرار میکنه بخاطر اینکه داره استدلالش رو میخواد تکرار بکنه که جا بیفته چرا دارن از این قضیه دفاع میکنن. نیازهای مراجع رو و هدف نهاییمون رو باید، هدف نهایی رو نه ابزار رسیدن به هدف رو باید توانایی تسهیل مشارکت فرد در کار روزمره و افزایش تواناییش در کارهای روزمره ببینیم. یعنی شما اگر هدفتون رو این ببینید کار درمانگر هستید. اگر هدف این باشه شما کار درمانگر هستید. حالا این وسط ممکنه شما برای نیازهای بیمار مداخلاتی انتخاب بکنید که لزوما اکیپیشن بیس نیستن. در نگاه کثرت‌گرا معمولا برای اینکه حالا عرض کردم خدمتتون پیچیدگی بحث رو نشون بده و توجیه کنه که چرا ما کثرت‌گرا باشیم، میگه یک مداخله و یک استدلال با یک درمانگر ابعاد مختلفی داره و ما این ابعاد رو باید بشناسیم، اونا رو لحاظ کنیم در انتخاب مداخلمون و در یک فرآیند داینامیکی که ما میتونیم مداخله انتخاب کنیم، نه از پیش تعیین شده مثل نگاه اکیپیشن بیست. تا چقدر این استدلال قوی و درسته رو میذاریم واسه بعداً که سرش بحث میکنیم. ابعادی که تو این بخش بهش میپردازیم، یعنی ابعادی که تو این کتاب بهش میپردازه، یکی بعد خود مراجع، ابعاد مربوط به تراپیست، ابعاد نظری داستان و ابعاد اخلاقی داستان. ما ابعاد اخلاقی رو این قسمت فکر کنم این جلسه به شاید نرسیم، ولی به بقیه سه تا بعد دیگه میرسیم و با رسیدن این سه تا بعد تقریبا میشه گفت قضیه جا میفته. بر اساس این نگاه وقتی شما همین ابعاد رو در نظر میگیرید، نوع خاصی از کلینیکال ریزنینگ رو، یک روش نوآورانه از یا شکل نوآورانه از کلینیکال ریزنینگ رو شما دارید استفاده میکنید که مولتی فاکتوریال داره نگاه میکنه. یعنی پیش‌فرض در این قضیه اینه که اکیپیشن بیسد تراپیست ها این نگاه گسترده رو ندارن به قضیه و فقط متمرکزن بر مشارکت اجتماعی فرد در کار روزمره‌اش. این جدول رو ازش میگذاریم چون اینو برای جمع‌بندی آخر جلسه بعد بهش برمیگردیم. اما نکته‌ای که در پایان این بخش داره اشاره میکنه، در پایان این مقدمه استدلالش داره اشاره میکنه، اینه که در بین همین دایمنشن ها، در بین همین ابعاد که گفتیم، کلاینت، تراپیست، اخلاق و حالا مباحث دیگرش، این کلاینت که محور اصلیه، این کلاینت که بعد اصلی مداخلمونه و روی بقیه ابعاد این کلاینت که تاثیر میذاره. و ما اینجا داریم این نکته رو میگه که کلاینت سنترد کار کردن لازمش اینجوریه، یعنی اینجوری بودنه. داره بخش از استدلال رو میبره سمت کلاینت سنترد پرکتیس و اونجا میگه که وقتی کلاینت سنترد پرکتیس باشیم بخوایم کار بکنیم باید همه ابعاد در نظر بگیریم و کلاینت تعیین کنه اساس ما، نه ما، نه اون چیزی که ما باور داریم. خب حالا بپردازیم به این ابعاد، یعنی به هر کدوم از این ابعادی که بهش اشاره کرده. بعد اول رو که بهش اشاره میکنه بعد کلاینت، یعنی بعد مراجع. تو این بعد به چند تا مفهوم میپردازه. یکی نیازهای مراجع که اصلا اینا مراجعه میکشن به کلینیک. یکی کانتکست مراجعه، یعنی اون کانتکست اجتماعی، فرهنگی و کانتکست فیزیکی کلاینت که اثرگذار روی نحوه کار یک درمانگر و لایف سیچویشنش، وضعیت زندگی کلاینت که میتونه اثر بذاره روی استدلال یک درمانگر در انتخاب روش درمانیش. خب به طور کلی توی این بخش نویسنده ها میگن که کار درمانگر، یعنی کل فرآیند مداخلهش، از ارزیابی کلاینت شروع میشه برای فهم نیازهاش، چون نیازهاست که تعیین کننده بقیه مسیره. استدلال میکنه که چه عواملی سبب میشن که فرد نتونه در مهارت روزمره زندگیش مشارکت داشته باشه. این فرآیند ارزیابی رو یه فرآیند بسیار وسیع و گسترده در نظر میگیره که شامل ارزیابی اکیپیشن هاست، کلاینت فاکتور هاست، پرفورمنس پترن هاست، پرفورمنس اسکیل هاست و کانتکست
فرد اینو بر اساس OTPF 4 داره مطرح میکنه این رو و میگه که ما توی ارزیابیمون همین رو ارزیابی میکنیم و اینا فقط نیستن بلکه کامپوننت های اینا هم هست، یعنی اجزای اینا هم هست که باید در ارزیابی مد نظر قرار بگیره. شما برای این اساس نیازها رو پیدا میکنید و تشخیص میدید که آیا این نیازها در اسکوپ کاردرمانی هست یا نه. خب یعنی باید اینو تصمیم بگیرید که مثلا اگر یکی از نیازهای بیمار به فرض راه رفتنه، آیا این راه رفتن در اسکوپ کاردرمانی قرار میگیره یا خیر. و اینکه این تعیین کننده است واسه ما، یعنی اینکه ما تو اسکوپ کاردرمانی باشیم، اسکوپ از کاردرمانی باشیم، تعیین کننده است برای ما. داره همون حرفی رو میزنه که دیگران دارن میزنن که اسکوپ کاردرمانی رو در نظر بگیریم. یه بخش دیگه از استدلال اینه که کلاینت ما یک مشارکت کننده اکتیوه. یعنی چی؟ یعنی ما تو کلاینت سنترد پرکتیس ما فرد رو بخشی از فرایند تصمیم گیری در همه ابعاد درمان میبینیم و این فرده که تعیین میکنه بخشی از این فرایند چی باشه و بر اساس همینه که یعنی نگاهش اینه که این کلاینت چون خودش درگیر داستان ناتوانی ها و درگیریاش هست، بهتره ما اونو به عنوان یک جزئی از فرآیند درمان در نظر بگیریم. هم باعث ادهرنسش میشه، یعنی باعث پیگیری درمان میشه و هم براش مینینگفول میکنه فرآیند مداخله درمانی رو. نگاه اینه که فقط اونی که داره زندگی میکنه این شرایط رو، یعنی شما اگر اونو دخیل نکنید نمیتونید، اگه خودتون فقط بخواید تصمیم بگیرید نمیتونید مداخله درست داشته باشید چون به اندازه اون فرد درگیر اون داستان نیستید. ولی از این طرف دیگه داره به این نقطه میرسه که ما بخوایم کلاینت سنترد پرکتیس کار بکنیم، این ایدئال ماست. خیلی هم خوبه که کلاینت همین رو تعیین میکنه، ولی خیلی از موارد پیش میاد که ما نمیتونیم در عمل و واقعا کلاینت رو اینقدر درگیر کار بکنیم. ممکنه کلاینتی از لحاظ شناختی، کپاسیتی شناختیش اونقدری نباشه که مشارکت فعال داشته باشه در فرایند کاردرمانی، یا ممکنه کودک باشه نتونه خودش تصمیم بگیره. خب حالا این یعنی چی؟ یعنی ما ممکن نتونیم اون کلاینت سنترد پرکتیسی که ایدئال هست رو اجرا بکنیم. کسادگراها میان به نوع دیگه از کلاینت سنترد پرکتیس میپردازن که تو این شرایط میتونه جوابگو باشه براشون. وقتی یک فرد خودش نمیتونه تعیین کننده باشه، میگه شما در این نوع نگاه درسته که کلاینت نمیتونه، اما کلاینت رو در مرکز تصمیم گیریتون قرار بدین، در مرکز ریزنینگتون قرار بدین و بر اساس نیازهای این کلاینت شما یک فریم آف رفرنس و یک گایدلاین مداخله مبتنی بر تئوری صحیح رو انتخاب بکنید، نه آن چیزی که ترجیح خودتونه. یعنی درسته که نمیتونه مشارکت بکنه، اما نیاز شما باید خودتون بفهمید، خودتون ارزیابی کنید و بر اساسش مداخله درمانی مناسب اون نیازها رو بگیرید، نه اینکه مداخله درمانی که به نظرتون درسته از لحاظ تخصصی خودتون. نیازهای مراجعه یکی از اجزای این دایمنشن یا این بعد از مداخله کاردرمانی است. نیازها بسیار پیچیدن. نویسنده اشاره میکنن که اگر نیازها رو باید از خود فرد بیرون بکشیم و اگر خودش نمیتونه از افراد دیگری که در زندگیش مثل خانواده‌اش، مثل مراقبینش، همسرش، فرزندانش، از اونها بکشیم بیرون. و این نیازهایی که ما بکشیم بیرون نقطه شروع کاردرمانی، نقطه شروع کاردرمانی و این فراینده که کاردرمانگر فکر بکنه که حالا باید واسه این بیمار چه نوع مداخله رو انتخاب بکنه و چه نوع ارزیابی رو انتخاب بکنه و چه هدفی رو دنبال بکنه. خب من خیلی چون متن زیاده خیلی به جزئیات این حالا مثال ها و اینها نمیپردازم، ولی حرف اینه اگر شما یک ارزیابی کامل انجام بدین و نیازهای مختلف فرد رو در نظر بگیرین، میتونید یک مداخله کلاینت سنترد اما نه از اون نوعی که اپتیمال هست رو انجام بدید و بر اساس نیازهاش، بر اساس نتایج این مداخله روش درمانیتون انتخاب کنید. همه استدلال اینه که شما دیسیژن میکینگتون رو نباید تئوریتون تعیین کنه، باید بیمارتون تعیین کنه، نیاز بیمارتون تعیین کنه.
حالا نقش کاردرمانگر چیه؟ بر اساس این نیازها یک مداخله درمانی مبتنی بر تئوری مناسب و صحیح رو انتخاب بکنه، اکسپرتیز خودش رو، مهارت خودش رو و دانش موجود رو هم استفاده بکنه تا بتونه این نیازهای مراجع رو برآورده کنه. اینا اجزای همون استدلال بالین، اجزای اویدنس بیس پرکتیسی هستن که ما میشناسیم، یعنی بست اویدنس در دسترس، نیازهای مراجع و مهارت تجربه درمانگر در استفاده از اینها. توی بخش بعدی که کانتکست بیمار در نظر، پس ما بگیم نیازها چی هستن؟ نیاز تعیین کننده مداخله ایمون. اما یکی دیگه از عوامل مؤثر کانتکست بیماری. شما نمیتونید بر اساس نظریه‌های خودتون درمان انتخاب بکنید، بلکه کانتکست فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی بیمارتون و همینطور کانتکست زمانیش، تمپورالش، یعنی مرحله از عمرش، مرحله از رشدش و مرحله از زمانی که به شما مراجعه میکنید اینا در تصمیم گیری شما دخیلن و اینا تعیین کننده هستن. ممکنه شما کلاینت رو پیدا بکنید که نتونه نیازهاشو بگه، نتونه اصلا حتی زبان انگلیسی هم به قول این مقاله بلد نباشه و درمانگر وقتی مجبوره که این فرایند رو در نظر بگیره باید یعنی فرایند رو اجرا بکنه، باید کالچر بیمار رو در نظر بگیره. یعنی مثلا ممکنه بیماری ما پیش ما بیاد که مثلا ندونیم نیازش چیه، ندونیم که یه مداخله ما چه بازتاب فرهنگی یا بازتاب حالا اجتماعی برای اون فرد داره، چه تأثیر روش میذاره. ما باید این کالچر رو هم در نظر بگیریم، این کالچر فرد رو در نظر بگیریم. کالچر یکی از بخش‌های مهم بافتار زندگی بیمار است. یک مداخله درمانی مناسب باید سنسیتیو یعنی حساس باشه به این ویژگی کالچرال و همینطور ریسپانسیو باشه یا پاسخگو باشه به این ویژگی کالچرالی که کلاینت درش داره زندگی میکنه. محیط اجتماعی و محیط روانی فرد هم میتونن از عوامل بسیار مهم در فرآیند تصمیم گیری برای مداخله در این افراد باشن. شما با یک فرد، با خانواده فرد، با خود فرد و با افراد مهم در زندگی فرد در ارتباط هستید. این نوع ارتباط میتونه مستقیما روی نتیجه مداخلاتتون و خود مداخلاتتون اثرگذار باشه. بنابراین یه عامل دیگه که میتونه باعث بشه ما مداخلاتمون متنوع بشه این ارتباط است که ما با افراد داریم. یعنی به چه معناست؟ به این معناست که وقتی شما دارید مداخله دارید برنامه‌ریزی میکنید برای مداخله، باید اون کالچر، اون بافتار فرهنگ، بافتار اجتماعی یا روانی فرد رو در نظر بگیرید، اون افراد دیگر هم در نظر بگیرید و مداخلتون اونها رو هم شامل بشه. یعنی اونها رو هم دخیل در برنامه‌ریزی درمانیتون بدونید و از قلم نندازید توی طراحی برنامه‌تون. و تاکیدشون هم اینه که شما وقتی دارید این کار رو انجام میدید حتما باید یعنی با یک رویکرد تئوریک درست پیش برید، نه اینکه حالا خانواده هست بیایم ازش استفاده بکنیم، یعنی به صورت خلق السایه از اینا استفاده نکنید، بلکه شما باید اینا جا تعریف بکنید، هم برای نیازشون هم برای نقششون جا تعیین کنید. در ادامه متن نویسنده اشاره میکنن که شما باید اهدافی رو هم نه تنها اون رو دقیق کنید، بلکه اهدافی رو برای همون آدمای اطراف یا همون محیط اطرافش هم داشته باشید. مثلا ممکنه یک کودکی که دچار اختلالات رشدی هست، خانواده‌اش هم نیازهای خاص داشته باشه، نیازهایی داشته باشن که در نتیجه این مسئله است. ممکنه به خود کودک مستقیما مربوط نباشه، نیاز خانواده باشه، شما باید برای اون هم مداخله انجام بدید. به هر حال بنابراین وقتی که میخواید یه مداخله رو برای یک مراجع انتخاب بکنید، اون گستره وسیع مسائلی که محیط اجتماعی و روانی و فرهنگی یک کلاینت رو میسازه رو حتما باید لحاظ بکنید و این خودش سبب یه جور کثرت‌گرایی در انتخاب مداخلت درمانیتون میشه. یعنی من برگردم به استدلالشون، وقتی اینجوریه، وقتی این همه عوامل دارن کانتکست یک فرد مراجع تر تاثیر میذاره، باید اون رو لحاظ کنید. وقتی لحاظ میکنید نمیتونید یه مداخله واحد استفاده کنید. بخش دیگه از محیط فرد یا کانتکست فرد اون بخش تمپورال یا زمانیه که معمولا
منظور از زمان اون بخش، اون استیج زندگی، مثلا یه نفر سالمند، یه نفر کودک، اون زمان از اون ساعت از روز یا اون روز از سال، زمستون، پاییز، تابستون، زمان خود یک تسک و تکلیف و فعالیت و همینطور زمان گذشته یک فرد که اونو شکل داده و زمان گذشته مداخلاتی که روش انجام شده. همین ابعاد رو به عنوان کانتکست تمپورال در نظر میگیرن و میگن شما وقتی دارید کانتکست بیمار در نظر میگیرید، کانتکست فیزیکی هست، اجتماعی هست، روانی هست، فرهنگی هست، زمانی هم هست. یعنی این باز بر پیچیدگی ابعاد تصمیم گیری شما تاثیر گذاره. مثلا مثال زده که یک نوجوانه یا یک کودک پیش دبستانی با زایه مغزی مداخلات متفاوتی از یک سالمند با همون زایه مغزی، مثلا فرض کنید تصادف با ماشین و آسیب یعنی تی بی آی مثلا اگه باشن، این به صرف کودکیش نیازهای ویژه‌ای داره، متفاوتی داره از اونی که تو سن سالمندی یا بزرگسالی. مورد بعدی که به کلاینت مربوط میشه وضعیت یا سیچویشن زندگی فرد، وضع زندگی فرد. در حقیقت وضع زندگی فرد بسیار موثره، چون بخشی از این وضع زندگی به مسائل مالی هم برمیگرده، به مسائل حمایتی هم برمیگرده. مثلا آیا فرد تنها داره زندگی میکنه یا افراد دارن میتونن ازش حمایت بکنن، ساپورتی میشه نمیشه، و اصلا فرد دوست داره در این زمینه دیگران هم کمک بکنن توی روند درمانش حضور داشته باشن یا حضور نداشته باشن، و این بازم داره به میزان پیچیدگی قضیه اضافه میکنه. خب دایمنشن بعدی یا بعد بعدی که اینا میگن تاثیرگذاره در مداخله کاردرمانی، ابعاد مربوط به خود تراپیسته. تراپیست هم یه آدمیه که ابعاد مختلفی داره و این هم اضافه میشه برای اون پیچیدگی که ما در کلاینت دیدیم. خود این درمانگر هست که محیط درمانی رو فراهم میکنه، مداخلات درمانی رو انتخاب میکنه و تاثیر میذاره بر وضعیت مراجع، قرار است تاثیر مثبت بذاره و برای این کار از دانش و مهارتش استفاده میکنه و نیازهای فرد رو نظر میگیره و بر اساس اینها میاد مداخله رو انجام میده. خود این بود یعنی بود تراپیست شامل ابلیگیشن هاست. ابلیگیشن ها یعنی وظایف، آن چیزی که وظیفه‌ای که از بیرون تعیین شده برای درمانگر. ریسپانسیبیلیتی هاست یعنی مسئولیت هاست، مسئولیتی که فرد بیشترش درونیه برای خودش قائله. کامپیتنس یا شایستگی یا صلاحیتی که یک درمانگر داره و اون کانتکست مداخله یا اون ستینگی که اون فضایی که مداخله، اون ویژگی که مداخله داره درش انجام میشه، اینا با هم جمع میشه و پیچیدگی داستان اضافه میکنه. حالا تو بخش‌های مختلف پرداخته به این تعریف این اجزای درمانگر. ابلیگیشن ها رو تعریف میکنه. ابلیگیشن ها چیان؟ شما مداخلاتتون تحت تأثیر اون وظایفیه که قانون از لحاظ قانونی یا از لحاظ تخصصی بر دوش شماست. یعنی از شما انتظار میره که وقتی شما کار درمانگر هستی در یک چارچوب قانونی و در یک چارچوب حرفه‌ای عمل بکنید. اینا بیرونی هستند بیشترش، یعنی ابلیگیشن ها یا وظایف بیرونی هستند، از بیرون تعیین میشن. در مقابلش ما این مفهوم داریم اسم ریسپانسیبیلیتی یا مسئولیت که بیشتر بود درونی احساس وظیفه‌ای که فرد میتونه داشته باشه و ما معمولا انتظار داریم از این فرد. مثلا شما از یک درمانگر انتظار ندارید مثلا شلوار ضابطدار بپوشه، ادبیات بدی استفاده بکنه، توهین کنه به مراجعش، سخت بگیره به مراجعش، توجه نکنه به نیازهای مراجعش. اینا انتظاراتی که ازش میره به صرف اینکه درمانگر. ممکنه قانون تعیین نکنه که یک فرد لبخند بزنه تو ارتباطش با بیمار یا نه، ولی درمانگر ممکنه مسئولیت خودش بدونه که با روی گشاده با مراجعش مواجه بشه. بنابراین ما ابلیگیشن ها رو داریم که اجبارن و از بیرون تامین میشن و ریسپانسیبیلیتی ها رو داریم که درونیه و خود فرد برای خودش اینا رو تعیین میکنه. یه بخشی از این ریسپانسیبیلیتی، یه بخشی از این مسئولیت پذیری ناشی از ادراک یا اون برداشتی که یک فرد از خودش در طی فرایند اجتماعی شدن با اون کار درمانگر کسب میکنه. یه سری نرم ها، یه سری ارزش ها، یک سری نقش ها و مهارت هایی که کاردرمان شکل میدن کسب میکنه در طی فرایند سوشالایزیشن در
فرآیند آموزش کاردرمانی. یعنی هویت یک درمانگره که توی آموزش شکل میگیره و درمانگر بر اساس این هویتش، بر اساس این ادراکش از خودش، بر اساس اون نرم ها، اون ارزش ها، اونها یک ویژگی خاص پیدا میکنه، یک رفتاری خاص پیدا میکنه و خودش رو ملزم میدونه به رعایت یک سری قواعد و اصول. حتما باید فرد دید خیلی شفافی در مورد این هویت داشته باشه و این نقشی که بر دوشش قرار میگیره، حالا چه ریسپانسیبیلیتی باشه چه ابلیگیشن، و اینها رو لحاظ بکنه در انتخاب مداخله درمانی مبتنی بر یک تئوری درست برای رفع نیازهای مراجعش. حالا ابلیگیشن ها چیان؟ یعنی چیزی که یعنی جزء وظایف فرد هستن. یک داشتن درک نیازهای مراجع، استفاده از بهترین اویدنس ها و نظری و مداخلات مبتنی بر نظریه متقن و همینطور چالش ها یا دغدغه های اخلاقی. یعنی شما به عنوان یک کاردرمانگر باید یک سری اصول اخلاقی رعایت بکنید و این اصول اخلاقی گاهی نمیذاره شما مداخله انتخاب بکنید، گاهی شما رو مجبور میکنه یک مداخله خاص رو انتخاب بکنید. اینها هم تعیین کننده است در روند مداخلاتتون. من از اینا تقریبا میگذرم. یک اشاره کرده یه جا به اپلیکیشن ها، میگه مثلا توی خیلی از کشورها یا خیلی از حوزه، خیلی از ستینگ های مداخلاتی ما استاندارد پرکتیس داریم. شما یک فرایند مشخص براتون تعریف شده و نمیتونید از این خارج شید. مثلا اگر توی بیمارستان دارید کار میکنید، استاندارد پرکتیسش اینه که شما به یک نیازهای خاص مراجع، مثلا مشکل تنفسی، بپردازید. اینم روی مداخله درمانیتون تاثیرگذاره. فقط نظرات خودتون نیست، بلکه اون استانداردی که برای اون ستینگ خاص تعریف میشه یا برای اون هیته خاص تعریف میشه هم میتونه تعیین کننده باشه. توی بخش بعدی، دوی بخش بیشتر رو ابلیگیشن ها، و توی بخش بعدی به ریسپانسیبیلیتی ها میپردازه یا به مسئولیت ها و به این میپردازه که این شرایط کاری مختلف هست که ریسپانسیبیلیتی مختلف برای یک درمانگر تعریف میکنه. یعنی شما وقتی یه نقشی رو در یک جا میپذیرید و تحت تاثیر یک سری ابلیگیشن ها و قوانین هستید، یک مجموعه از ریسپانسیبیلیتی برای خودتون در نظر میگیرید. شما ممکنه توی یک محیطی یه جور مسئولیت پذیری داشته باشید، توی محیط دیگه یک مسئولیت دیگه برای خودتون در نظر بگیرید و اینا تحت تاثیر اون شرایط محیط کارتون هست. روش های ارائه خدمت هم تاثیرگذارن. یعنی شرایط ارائه خدمت یعنی چی؟ یعنی اون بخشی، اون سازوکاری که برای ارائه خدمت تعریف شده. خدمت در حیطه کودکان یه سازوکار مشخص داره. خدمت در حیطه یک مسئله اجتماعی مثل هلث پروموشن، یک سری مسئولیت خاص برای درمانگر پدید میاره. معمولا این مدل های ارائه خدمت تعیین میکنن که دقیقاً واقعاً در روی زمین یه درمانگر باید چی کار بکنه، باید چه فرآیندی رو طی کنه. گایدلاین ها توی این بخشن، شناسه خدمت ها توی این بخشن. یعنی شما مثلا ما تو ایران داریم شناسه خدمت برامون تعریف میشه، شناسه خدمتی برای رشته دیگه تعریف میشه و ما باید بر اساس اون شناسه خدمت عمل کنیم. حالا ممکنه شما توی محیط‌های مختلف، توی مدل‌های مختلف ارائه درمانی هدفتون یکی باشه، اما مطمئنا مداخلاتتون یکسان نخواهد بود و منظور از اینکه یکسان نخواهد بود که حتما اکیپیشن بیس هم صرفا نخواهد بود. مثلا تصور بکنید یه نفر اسکول بیس داره کار میکنه و سازوکار این خیلی زمان برد فکر کنم و سازوکار این مدرسه اینه که اینکلوسیو کار بکنه. شما توی مدرسه دیگه محیط اختصاصی در کلینیکی ندارین، مجبوری توی کلاس مداخلتون انجام بدین، در کنار معلم مداخلتون انجام بدین. کوریکولوم آموزشی اون مدرسه تعیین میکنه. مثلا اینجا اشاره کرده که ممکن توی کوریکولوم آموزشی مدرسه سلف کیر رو دامین معلم‌ها ببینه و یعنی توی مدرسه سلف کیر دامین معلم باشه، اما توی کلینیک یا توی نرسینگ هوم سلف کیر دامین کاردرمانگر باشه. منظورش اینه که این مدل ارائه خدمت تعیین کننده نقش و وظیفه کاردرمانگر هم میتونه باشه. همیشه این نیست که ما دنبال سلف کیر و ایدی اینا باشیم. اینا میتونن تعیین کننده باشه.
از نگاه کثرت‌گرا، اون نگرش‌های اخلاقی که یک درمانگر داره، باورهاش در مورد آکیپیشن، در مورد مداخلات آکیپیشن محور، میتونه این ریسپانسیبیلیتی تحت تاثیر قرار بده و شما رو توی موقعیتی قرار بده که مجبور به انتخاب اخلاقی بشید. یعنی اون نگاهتون رو بذارین کنار، یا اون ستینگ رو در نظر بگیرید، یا اون چارچوب اخلاقی رو رعایت بکنید. هر جا میخواین یک مداخله رو برای یک مراجع خاص، یک مداخله مناسب رو برای مراجع خاص انتخاب بکنید، باید حواستون باشه که ریسپانسیبیلیتی های مربوط به اون مداخلات رو هم لحاظ بکنید. یعنی نه تنها شما کاردرمانگرین، بلکه کاردرمانگری هستین که یک فریم آف رفرنس مثلا نورو دیولپمنتال در نظر گرفتین. طبیعیه که شما باید مسئولیتی که یک درمانگر نورو دیولپمنتال داره رو هم لحاظ کنید توی کارتون و اونا رو اضافه کنید به اون دامنه مسئولیتایی که دارید. مورد بعدی کامپیتنس یا شایستگی یا صلاحیت درمانگر هست. کامپیتنس نشون میده که یک درمانگر چقدر اون ابلیگیشن ها و ریسپانسیبیلیتی ها رو داره اجرا میکنه، چقدر دانش در مورد کار خودش داره، چقدر مهارت داره و نگرشش در مورد کارش به چه صورتی هست. اینها شکل دهنده کامپیتنس در یک درمانگر میشن. طبیعیه کامپیتنس یک چیز استاتیک نیست، در طی زمان تغییر میکنه و شما باید خودتون رو تطبیق بدین با پیشرفت دانش، با پیشرفت تکنولوژی و خودتون هی آپدیت نگه دارید تا بتونید اون کامپیتنسی رو داشته باشید، اون صلاحیت بالینتون رو حفظ بکنید. حالا اینجا هم باز اشاره میگه که کامپیتنسی اصلی کاردرمانگر که باید در نظر بگیره دانش آکیپیشن و فعالیت‌های انسانیش هست، فعالیت انسان هست و تاثیرشون روی پرفورمنس. این به کنار، اما از نگاه پلورالیستیک یا نگاه کثرت‌گرا نه تنها این رو باید بلد باشین، بلکه باید فریم آف ریفرنس ها، مداخلات و همینطور کامپوننت هایی که و مودالیتی هایی که میتونن توی این جریان شما کمک کنن رو بشناسید. مثلا اشاره میکنیم یه کسی که حالا رفته تو ستینگ مثل هند تراپی، قاعدتاً باید بتونه بر اساس حالا در چارچوب اون ابلیگیشن ها و ریسپانسیبیلیتی ها بتونه از فیزیکال ایجنت مودالیتی ها هم استفاده بکنه. یعنی اینو کامپیتنسش رو به دست بیاره و اضافه کنه به اون توانمندی هاش تا بتونه تو اون حوزه از این استفاده بکنه. مورد بعدی اینترونشن کانتکست مداخله، یعنی اون بافتایی که فردش مداخله انجام میده میتونه سوشال باشه، کالچرال باشه، لگال باشه و سایکولوژیکال باشه. همین ابعاد میتونه کانتکست تراپی باشن و این کانتکست تراپی هم میتونه روی تصمیم گیری بالینی ما تاثیرگذار باشه. من میگذارم چون مباحث تکرار میشه خیلیش و استدلال اینه که خب اینا هم یعنی کانتکست تراپیست باشه آدمی که کالچر داره، فرهنگ داره، گذشته داره، مسائل روانی داره، مسائل اجتماعی داره و اینها رو با خودش میاره توی فرآیند تصمیم گیری و روی نوع مداخله‌اش، روی تصمیم گیری‌هاش، روی اقداماتش تاثیرگذاره. محیط فیزیکیش تاثیرگذاره. ما یک اشاره جلسه قبل کردیم توی بحثی که آخر وقت شد، اونم این بود که ما کلینیکامون الان تو اون پارادایمن، یعنی کلینیکامون افورد نمی‌کنن اکیپیشن بیس پرکتیس رو. یکی از علت‌ها اینه شما محیطتون روی تصمیمتون تاثیرگذاره. یعنی وقتی شما محیطتون اجازه یک کاری رو نمیده، نمیتونید کار رو انجام بدید. گاهی محیط میتونه کمک کننده باشه. مثلا شما هوم ویزیت رو در نظر بگیرید، از یک طرف کمک کننده است که شما تو کانتکست واقعی زندگی فردین، از یک طرف محدود کننده است چون شما به تجهیزات تخصصی و مداریت درمانی خودتون دسترسی ندارید که بخواید توی این کانتکست استفاده بکنید. پس بنابراین شما این محیط رو هم در انتخاب نوع مداخلتون دخیل میکنید و بر اساس اون مداخلتون رو استفاده میکنید. مثلا ممکنه یه جایی توی مدرسه شما اصلا مجاز نباشین سری وسایل ببرید، به فرض یک فضای گسترده برای اس آی مثلا در اختیارتون قرار نمیدن. اینجا شما تصمیم بالینتون میگه اس آی مثلا لازمه برای مراجعه توی این مدرسه، اما خب فضاش نیست. ممکنه نیاز باشه شما رو سلف کیرش کار بکنید اما امکاناتش نباشه.
بنابراین شاید تصمیم درست این نباشه که شما برید سراغ اکیپیشن، این باشه که شما در چارچوب اون ستینگ کاری که اون ستینگ رو افورد میکنه براتون رو انجام میدید. از بود سایکولوژیکال و از بود سوشال شما با یک تراپیست، با تراپیست دیگه هم در ارتباطی. ارتباط شما با افراد دیگه هم هست که این میتونه هم بهبود بده نحوه کارتون رو، اجراتون رو، یا مهارت یا نوع خدماتتون رو و کیفیتش رو، یا دچار محدودیت بکنه. شما اگه به تنهایی کار بکنید ممکنه اصلا بازخوردی هم از مداخلتون نگیرید. ممکن هم هست وقتی با دیگران کار بکنید بازتاب منفی بگیرید یا بازتاب مثبت بگیرید و اینا میتونه روی عملکردتون تاثیرگذار باشه. هم ما به اون درمانگر هم کلاینتمون غرقیم در کالچرمون، یعنی در هم تنیده ایم با فرهنگمون. کالچر یعنی چی؟ یعنی باورها، عادتها، روتینها، ریچوالها، کنشهایی که جمع میشن دور هم دیگه و یک قشری از افراد تابع این باورها و رفتارها هست. میشه کالچر مجموعه افراد. کالچر خود شما درمانگر، باوراتون روی عملکردتون تاثیر میذاره و شما به خاطر نقشه مختلفتون، به خاطر هیستوریتون، به خاطر شیوه سوشالایزیشنتون کالچر خاص خودتون دارین و این میتونه بیاد و توی مداخلتون تاثیرگذار باشه. باوراتون، یه بخش از باورهای کاردرمانی باورهای اخلاق حرفه‌ایه که اینجا میشه اشاره میکنه شما انسان دوستی، یعنی خیر رسانی، برابری، آزادی، عدالت، کرامت، حقیقت، اینا رو به عنوان کد آف اتیک دارین، اما در کنارش باورتون اینه که اکیپیشن مهمه، پارتیسیپیشن مهمه و دوینگ یک فرد مهمه. شما اینو در نظر بگیرید، این کالچر شماست، اکالچریتد شدید توی کار درمانی با اینها و بعد اینو وارد کالچر بیمارتون هم میشید با همه این نگرش‌ها. آقای جاهد به نظرتون ادامه بدم یا تا اینجا کافی فعلا؟ استاد از تایم ارائه تقریبا یه 20 دقیقه گذشت. آره تقریبا یه 30-40 دقیقه ارائه داشتیم. اگر فکر میکنید نصف مطالب رو گفتین میتونیم جلسه رو مثلا ارائه کنیم. من خواستم تئوریکال دیمنژن هم بگم، خب چون یه بخش منتهی اگه دمو من همش خط کشیدم، یعنی میام جلوتر ریز بریزش خط کشیدم، زمان زیادتری هم میبرم. لازم اینو بذاریم واسه جلسه بعد اگر امکان داشته باشه. من یه جمع‌بندی از بحث بکنم که خوندم شاید دوستان رشته کلام از دست داده باشه. در کنار همه نگرشه که به اکیپیشن هست، تو این چپتر نویسندگان میگن ما یه نگاه دیگه هم داریم که با اکیپیشن معتقده، اما به عنوان یک هدف، به عنوان یک نتیجه نهایی، نه به عنوان تعیین کننده همه چیز در کار درمانی. برای اینکه رو توجیه کنه میگه ما کانتکست مثلا فرآیند درمان و فرآیند پیچیده‌ایه. ما یک کلاینت داریم که خودش نیازهایی داره، بافتایی داره، سیچویشنی داره، تو سیچویشن خاصی داره زندگی میکنه. از اون تراپیست داریم که یک سری وظایف داره تعیین کنندن، یه سری مسئولیت‌ها و هویت و باورها داره. از این طرف یک کانتکست درمانی ویژه داریم که اون تعیین کننده است. مدرسه با بیمارستان فرق میکنه، بیمارستان با مرکز نگهداری فرق میکنه، مرکز نگهداری با کامیونیتی بیس پرکتیس فرق میکنه. همه اینا با هم متفاوتن. و از اون طرف حالا چیزی که بهش نپرداختیم از لحاظ تئوری هم ما یه دامینی داریم، دامین کاردرمانیه، یک اسکوپی داریم که گستره کاردرمانیه و یک ابزارهای مجاز هم داریم که تو کاردرمانی مجاز میشن. همه اینا رو در نظر بگیریم، اینا نشون میده که به سادگی نمیشه فقط یک کانستراکت رو محور قرار داد و همون رو به عنوان مداخله اصلی، به عنوان درمان اصلی استفاده کنیم. این کل تا اینجای بحث اینه. در ادامه بحث حالا میره حالا در مورد تئوری میگه، در مورد ابعاد نظری کار میگه که یک تئوری چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی عملکرد درمانگر در رفع نیازهای مراجعش. اون وقت میره سراغ دیسیژن میکینگ بر اساس اینها و چارچوب دیسیژن میکینگی که توش حالا مداخلات مختلف توجیه میشن، درمانهای مختلف توجیه میشن رو بهش میپردازه. این ابعاد رو ما جلسه بعدش میپردازیم. تا اینجای بحث رو من امیدوارم که
حوصله سر نبرده باشه، چون نکته خاصی توش نبود جز اینکه توجیه کنه که آقا فقط اکیپیشن نیست بلکه همه این ابعاد رو باید در نظر بگیریم. اگر صحبتی دوستان دارن، بحثی هست، من خوشحال میشم. اگر نه که درست برسیم به صحبت. من تصویرم ببندم جاهد که خب یه سلام دیگه من خدمت همه عرض کنم. دوستان اگر سوالی چیزی دارین تا اینجای بحث میتونید تو قسمت چت باکس بنویسین، من برای استاد میخونم. حالا تا استاد دوستان نویسم این به قول معروف این نگاه پولارایستیکی یکم پیچیدگی داره واقعا. من چیزی که به ذهنم اومد اینه که حالا ما این همه پیچیدگی رو دقیقا میایم با هم اکیوپیشن بیس بودنمون حل میکنیم دیگه. دقیقا بیا کار رو انجام بده، اکیوپیشن رو انجام بده، بعدش میایم این پیچیدگی ها رو حالا کارش میکنیم دوره هم. این میگه حالا بیا به این پیچیدگی ها برس، این همه دور بزن به چرخ، نمیدونم سختش کن فلان، حالا آخرش یا اکیوپیشنی هم هست. ببین درسته تا یه حد، یعنی حرفتون درسته. اونم اینی که میخواد اینو بگه که شما نمیتونید به سادگی یک دونه مفهوم رو بگین کل کارنامه همه ایناست. خب مثلا در مورد نیاز بیمار میگه نیاز بیمار اینه که بیمار بخواد آقا راه بره، میخواد فلان ایمپیرمنتش رفع بشه. این موجه میکنه براتون مداخله تو ایمپیرمنت. چرا؟ چون شما میتونید هدفتون اکیپیشن باشه و حالا یه فیزیکال ایجنت مودالیتی هم استفاده بکنید این ایمپیرمنت رو رفع بکنید، اما پاسخ نمیده که اون وقت رشته‌های دیگه. حالا جلوتر اشاره میکنه به این قضیه که میگه شما رشته‌های دیگه باشون تعامل دارین، بعد ابتدا انتهای کارتون رو بدونید، اونم ابتدا انتهای کارشون رو بدونید کجا با هم دیگه میتونید تعامل داشته باشین، کجا جدا از هم باشین. نمیگه خب باز تشابه پیدا می‌کنه به رشته‌های دیگه. این میره تو همون قسمت فکر کنم ریسپانسیبیلیتی های تراپیست دیگه، که مثلا اون محیط و اون جامعه و اون قوانینی که هست تعیین میکنه. مثلا ریسپانسیبیلیتی منه که ریسپانسیبیلیتی مثلا یه پیتیه که حالا بیاد یه فیزیوتراپی که اون کارو بکنه، ریسپانسیبیلیتی یه کار درمانه که توی محیط کلینیکی چیزی رو کار کنه، رو اکیوپیشن کار کنه. درست میگم؟ یه چیزی من اضافه کنم به این صحبت. ما ببین کانتکست ایران خودمون نگاه کنیم. اونجا اشاره کرد به سرویس دلیوری مدل. خب یعنی مدل ارائه خدمت. ما تو مدل ارائه خدمت تو ایران یه سری وظایف برای فیزیو تعریف شده، یه سری وظایف برای کار، یه سری وظایف برای مثلا گفتار درمانی، و می‌بینیم که تو این تعریف وظایف همین چالشمون هست. الان دنبال شناسه خدمت برای همین که این سرویس دلیوری مدل ها رو ارتقا بدن که ما بتونیم کارهای بیشتری انجام بدیم. اما این کانتکست واقعی درمان ماست که یه بخشی از مداخلات رو اونا صاحب شدن. هرچند جلوتر میگه که کسی صاحب مداخلات نیست، هیچ تراپیست یا هیچ رشته‌ای صاحب هیچ مداخله‌ای نیست، بلکه این نگرش نظریشه که تعیین می‌کنه چجوری از اون مداخله استفاده بکنه. و یکی از توجیهات همینه که بس ما میتونیم از ابزارهای دیگر هم استفاده بکنیم. ولی خب وقتی با واقعیت امروز ایران بهش نگاه می‌کنیم می‌بینیم که الان این نگاه مچ با این چیزی که الان داره اتفاق میفته، مچ با اون نگرشی که توی همکاران ما هست. فقط یه اصطلاحاً به قول انگلیسی فلوهایی داره توی استدلالش که جلسه بعدش میپردازیم. یعنی ایرادای بزرگی توی این استدلال‌ها هست که جلسه بعدش میپردازیم که چرا واقعا نمیشه نگاه کثرت‌گرا رو اینجوری تعریف کرد. کثرت‌گرا به این معنا که ما هر نوع مداخلات میتونیم مداخلات وسیع استفاده کنیم، نه فقط اپلیکیشن بیس رو، میشه کثرت‌گرایی. در حالی که کثرت‌گرایی در نظر گرفتن کلاینت و محیط و همه چی باید ما رو به سمت این ببره که اون بنیان کاردرمانی رو تطبیق بدیم با این کثرت عوامل، ولی از چارچوب کاردرمانی خارج نشیم تا نشیم رشته دیگه، تا نشیم تخصص دیگه. این چیزی که حالا ما تو امروز داریم می‌بینیم تو ایران و هست و این توجیه هم آشناست. من فکر کنم این توجیه برای هم آشناست. یا وقتی من دارم تو بیمارستان کار میکنم، تو آی سی یو کار میکنم، به من میگن پوزیشنینگ کار کن، بعد 10 دقیقه بعد فیزیوتراپی میاد همون خدمات رو ارائه میده، پوزیشنینگ کار میکنه. من چست پی تی کار انجام میدم، این تنفسی میام درنیج انجام میدم با چست پی تی. صبحش فیزیوتراپی اومده همون کارو کرد. چرا؟ چون اون کانتکست خدمت، اون سرویس تعریف کردیم برای شما از لحاظ قانونی و لحاظ سازوکار مداخله. من میگم این نقص
فهم اون خدمات دهنده در تعریف نقش. سوالی برام نیومده آقای جالسی؟ نه دوستان ظاهرا از این بخش سوالی نداشتن. بسیار خوب. یه کامنتی آقای محمد خانی همین الان گذاشتن، گفتن مشکل اصلی دیدگاه پلورالیستی دقیقا همینه، تایید همه چیز برای همه کس و نبود مرزبندی حتی میان علم و شبه علم. بله دقیقاً یعنی به یه انگلیسی استفاده مثل everything goes، یعنی هر چیزی ممکنه، هر چیزی مجازه. خب وقتی شما پلورالیستی نگاه میکنی به قضیه، به هر حال میتونی اشاره کنی به یک جنبه ای از کار که کار توجیه کنه، میتونی توجیه کنی راحت. مسئله توجیه کردن، مسئله در واقعیت این سلب مسئولیت اجباری تا مسئولیت پذیری به نظر من. شما مسئولی راه پیدا کنید این کاری که درسته رو انجام بدی، نه اینکه چون نمیتونی این کاری که درسته رو انجام بدی پس کار دیگری رو درست بدونی و انجام بدی. و اینجوری مجاز میکنه هر نوع مداخله‌ای رو. و من نمیفهم مرز رشته ها کجا میشه با این نوع نگرش اصطلاحاً کثرت‌گرا. در واقع این کثرت‌گرا نیست، این توجیه چند بعدی اون نوع مداخلاته. من کثرت‌گرایی رو در کارآمدی قبول دارم به این معنا که نیازهای اکیوپیشنال به تعداد افراد متفاوته. یعنی ما و همینطور بنیان‌های نظری متفاوتی هست. مثلا من یه بحثی زمانی داشتم در یکی از کنگره‌هایی که تو همدان برگزار کردیم، بحث علم بومی بود. من میدونم خیلی از دوستان با علم بومی مسئله دارن. ما چیزی به اسم علم بومی نداریم، اما مسئله بومی داریم. من صحبتم این بود که وقتی که در حوزه بیولوژی مثلا حرف میزنیم، در حوزه بیماری‌ها حرف میزنیم، در حوزه علم دقیق حرف میزنیم، خب جهان شموله. چون مولکول در همه جا دنیا مولکوله، سلول در همه جا دنیا سلوله. اما وقتی میریم رو مسائل انسانی که حوزه توانبخشی، یعنی مسائل انسانی حوزه توانبخشی، مثلا وقتی از استقلال حرف میزنیم، وقتی از پارتیسیپیشن حرف میزنیم، این دیگه بحث کانتکستوراله. خب مثلا توی شرق آسیا استقلال یه چیزه، مثلا مفهوم استقلال نمیدونم هست یا نیست. توی غربی که فردیت گراست، غربی که یک تاریخ فلسفی متفاوت داره، تاریخ جهانبینی متفاوتی هم داره و نهله‌های فکری خاص خودش داره، اونم یه جور یعنی مال اوناست این استقلاله، مال انقلاب صنعتی، مال بحث کاپیتالیسم، مال چیزی که اونجا داره رخ میده. ما نگاه میکنیم به خودمون همچین تاریخچه‌ای نداریم. یعنی وقتی نگاه میکنیم به خودمون تاریخچه‌مون شبیه اون نیست، مسائلمون شبیه اون نیست. روش‌ها یکسانه، علم روش مشخصه، روش علم مشخصه، نه از این جهت که روش‌ها مشخصه، بلکه روش علمی نگاه کردن به قضیه مشخصه. این جهان شموله. اما مسئله علم، یعنی سوژه علم متفاوته در ایران با سوژه‌ای که در غرب هست. ما به عنوان انسان ایرانی نیازمون متفاوته با انسان غربی و حتی با انسان ایرانی در خرد فرهنگ دیگه‌ای. خب بنابراین من نمیتونم بگم که اکیوپیشن ها 9 هستن، لیژر، ADL، IADL، چی اینا نمیتونم بگم و بگم خیلی خب من بر این اساس حالا میرم جلو. خب اینجا ممکنه اصلا ما توی قشر لیژر رو بتالت ببینیم، لهو و لعب ببینیم. خب یعنی دارک اکیوپیشن باشه، اکیوپیشنی که ما بد میدونیمش و تاثیر منفی براش قائل باشیم. ممکن توی فرهنگ این شکلی باشه، توی فرهنگ لیژر جزء حقوق اولیه اصلا باشه، جزء نیازهای اولیه اصلا باشه. خب ما داریم، ما بتالت رو به عنوان یک مفهوم منفی داریم. بتالت رو کی میگیم؟ کسی که کاری نمیبینیم بکنه. از دید ما داره فکر میکنه طرف، اما به نظر ما کاری نمیکنه. ما این فرد رو قضاوت میکنیم که این باطله، بتالت داره، بتالت وقتشو میگذرونه، داره وقت تلف میکنه برای خودش، داره زمانش رو اشغال نشده تموم میکنه به جای اینکه مینینگفول اشغالش بکنه. خب و اگه همین فرد بیاد شطرنج بازی کنه، بیاد تخت نرد بازی کنه، میگیم که یا فوتبال نگاه کنه، بازم میگیم داره به بتالت وقتش تلف میکنه.
این بحث فرهنگیه، بحث کانتکست، بحث اینجاست. من از این جهت موافقم که ما باید کثرت‌گرا نگاه کنیم، یعنی بپذیریم آدم متفاوتن، اما نمیتونیم پذیریم که وقتی توی چارچوب خاص یه عینک خاص زدیم بپذیریم که حالا ما هر لحظه عینکمون رو عوض بکنیم. نمیشه اینجوری. باید وقتی با عینک کاردمای قضیه نگاه میکنیم به همین کثرت هم با عینک کاردرمانی نگاه میکنیم، نه اینکه حالا بریم از مرز کاردرمانی خارج بشیم. چرا؟ چون نیاز مراجعه. پس ارجاع که اتفاق میفته عملا هیچ، مگر اینکه واقعا از حیطه توانبخشی ما خارج بشه. هر بیماری، شما بیماری پیشتون درولینگ داره، یعنی آبریزش دهان داره و گفت درمانگر هم نیست، میگه خیلی خوب خودم انجام میدم، چون تو محتاج دیگه. رو اکیپیشنش تاثیرگذاره، روی مشارکتش در مهمانی و در جای مختلف تاثیرگذاره. خب الان هدف اکیپیشنه، ولی من دارم مداخله رو درولینگ انجام میدم، حتی ممکن روی کامیونیکیشن هم مداخله انجام میدم. رشته دیگه هست این کارو میکنه، ولی من روی کامیونیکیشن مداخله انجام میدم. چرا؟ چون الان نیاز مراجعه. خب یعنی با این توجیه همه چی میشه، هر کاری میشه کرد، اصطلاحاً همه چی مجاز. من زیاد حرف زدم، دوستانم حرفی اگه دارن بشنویم. حالا میخوام صحبت دکتر شمیلی هندریز کردن. جناب دکتر بفرمایید. سلام مجدد، ممنون از ارائه جناب سرحدی. حالا من جلسات قبل رو، صدامو داری جناب؟ بله بفرمایید. جلسات قبل رو علیرغم تمایل و علاقم نشد، انشالله حالا جلسات دیگه مثل این جلسه فرصت بشه. ببینین حالا خیلی من زودتر از اینا هند رایز کردم به خاطر اینکه یه مقدار از اون صحبتی که شد داشت فاصله میگرفت. من حالا دیگه خواستم میکروفون رو باز کنم که دیگه خوب شد، فرصت شد. ببینید ما الان در مورد پلورالیستیک بودن یک عده از در واقع افراد توی حیطه کار درمانی که صحبت میکنیم، فحوا و محتوای مطلب جاهای مختلفی خود آقای سرحدی اشاره کردن که قرار نیست که از یه چارچوبی که نه اخلاق نه گایدلاین ها تعیین کرده خارج بشیم. پس این لزوماً به معنای اینکه حالا بحث شبه علم بیاد وسط و هر کاری بخوایم بکنیم نیست. الان مثلا من دارم توی گایدلاین بیو فیدبک مطالعه میکنم. خب تعدادی از در واقع انجمن‌ها از جمله کنیدین و امریکن اسوسییشن کار درمانی این دوره ها رو دارن، دوره نیدلینگ دارن. یعنی خود این انجمن‌ها که دیگه ما از کاوت فکر نمی‌کنم خیلی انجمنی داشته باشیم یا از سیستم کار درمانی کانادا که بیشتر اکوپیشن بیس باشن. در کل میخوایم صحبت بکنیم. کتاب ها نویسندگان مختلفی دارن که ممکنه در نظام سلامت نباشن، ولی ما یک کتاب رو من فکر میکنم نمیتونیم مستقیما محتواش رو به سیستم بالینی و در واقع سلامت گره بزنیم و مستقیم بیایم ادبیات رو معادل هم در نظر بگیریم. و شاید بهتره که اگر میخوایم در حیطه اجرا و فرم و قواعد و قانون، استانداردها، گایدلاین ها صحبت بکنیم، بریم گایدلاین های اجرایی عملیاتی اونا رو در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم، نه محتوای کتبی که مثلا حالا به اکوپیشنال ساینس دارن میپردازن. مثلا وقتی ما از بحث تکنیکا صحبت میکنیم، تروملی رو به عنوان یکی از رفرنس هایی که همه دنیای در اوتی قبول دارن، میتونیم اونجا راجبش صحبت بکنیم. در مورد پس حالا بحث شبه علم و اینا که اصلا من موافق موضوع نیستم که بعضی از دوستان اشاره کردن که قرار نیست اصلا دیدگاه مثلا باتم آپ یا حالا توجیه دیدگاه های باتم آپ به معنای خارج شدن از یه چارچوبی باشه. در مورد مرزبندی هم حالا دوست دارم اگر فرصت شد یکی از جلسات رو به این اختصاص بدیم. خود منم حالا پیش قدم خواهم شد، حالا زمانش رو واقعیت باید تنظیم بکنیم با هم دیگه. ببینین از نظر
بحث کار تیمی شد دیگه، اینکه چه مثلا کاری رو ما باید انجام بدیم، چه کاری رو فیزیوتراپیست باید انجام بده. در مورد کار تیمی ما 3 سطح از کار تیمی داریم که از در واقع مولتی دیسیپلینری هست، اینتر دیسیپلینری و ترانس دیسیپلینری. نمیشه گفت کدوم خوبه کدوم بده، یعنی حالا میگم تو اون جلسه اگر فرصت شد انشالله بیشتر باز میکنیم. خیلی از دوستان جناب سرحدی ممکن اطلاعاتی تو این زمینه داشته باشن قطعا، ولی اینکه باز ما بگیم که مرز کجا هست، ببینید الان مثال خیلی مختصری بزنم، توی گایدلاین استروک نایس و NIH انگلستان به وضوح اینو صحبت میکنه که ممکنه یک گفتار درمانگری یک روزی کاردرمان نباشه و کارهای اولیه یک کاردرمان رو توی ICU استروک انجام بده. خب حالا اینجا مرز کجا هست؟ به این برمیگرده ما با چه دیدی از در واقع کار تیمی میخوایم بهش نگاه بکنیم. اگر آیا قابل مقایسه است که تو کاردرمانگر و استاف توانبخشی رو توی بخش ICU سکته مغزی با کلینیک مثلا جامع سطح شهر مقایسه بکنیم یا کلینیک های پراکنده که وجود دارن، چه فیزیوتراپی چه کاردرمانی؟ بازم اینجا به نظر میرسه که خوب و بد تعیین کردنه یا اینکه حالا کاردرمان هستیم دیگه یا نیستیم منوط به این هست که ما خودمون داریم تو چه کانتکسی صحبت میکنیم، نه فقط کانتکس کشور، کانتکس در واقع اون ستینگ درمانی و حالا خیلی موارد دیگه. مورد آخری که میخوام عرض بکنم، بیشتر وقت دوستان رو نگیرم و بقیه نظرات رو هم بشنویم، یه خوبی که دیدگاه پلورالیستیک داره این هستش که ما رو افکارمون، ایده هامون رو باز میذاره اتفاقا به جاهای جدید، ایده های جدید، تکنیک های جدید. این که ما بگیم فقط اگر عینک رو ببین عینک های مختلفی رو کاردرمانگر، منم اینجوری حالا میتونم توجیه بکنم، من لزوما موافق دیدگاه مثلا پلورالیستیک یا مونیسم نیستم بگم حالا این فقط یا اون. اتفاقا میگم که این یه لنزه، اینم یه لنزه، یا به عبارت اینم یه نوع عینک کاردرمانگر میتونه باشه، اینم یه نوع عینک دیگه کاردرمانگر. در مورد فقط این نقدی که شد خیلی جا بله ممکنه که ما رو به بیراهه ببره این دیدگاه، اما اتفاقا خیلی جاها هم مخصوصا تو دنیای نوین میتونه ما رو به جاهای خیلی خوبتری وصل بکنه. ما اگر ذهنمون رو مثلا فقط خیلی وقتا محدود بکنیم به بحث آکوپیشن، به نظر من از خود آکوپیشن غافل خواهیم بود. به چه معنا؟ مثال عرض بکنم. ببینیم ما مثلا ویرچوال ریالیتی، بیو فیدبک، اینها ظاهرا الان چی هن؟ یه مثلا درمان تاپ داون، ببخشید باتم آپ و ایمپیرمنت بیسه. اما اگر ما این اصول اولیه رو که با این دستگاه چطور باید کار کرد رو یاد نگیریم، روزی میرسه که میبینیم اتفاقا اینا مرج شدن در ADL، کمون که الان هست. مثلا من بالای 10 سال از پیگیر بحث ویرچوال ریالیتی هستم. ممکنه همه فکر کنن خب حالا این 2 تا تمرین انجام میشه و یه گیمیه نهایتاً، یا مثلا بیو فیدبک هم همینه. اما خب بدونیم که الان ویرچوال ریالیتی نه تنها کامپوننت بیس نیست که داره به صورت ویرچوال مارکت، نمیدونم ADL منزل و یک سری در واقع آموزش های آکوپیشن بیس یا آکوپیشن سنتر، حالا به هر حال اون واژه رو نخوایم خیلی چیز کنیم، خیلی تم آکوپیشنال تر و حالا اکتیویتی بیس تر پیدا کرده. خب پس ما اگر خودمون رو چارچوب ذهنیمون رو ببندیم به اینی که حالا در لحظه حال بیو فیدبک یا الکتروتراپی خیلی باتم آپی هست، نریم سمتش، ممکنه بعداً این ضرر رو بکنیم که دیگه ببینیم خب ما از این قافله جا موندیم و این همین دستگاه ها پیشرفته شدن و اصلا توی آکوپیشن روزمره دارن استفاده میشه. مرسی. خیلی ممنون جناب دکتر، استفاده کردیم. ان شاءالله اون جلسه‌ای که قرار خدمت شما باشه من باهاتون هماهنگ میکنم. ما خیلی خوشحال میشیم اساتید
ارائه جلسه ها رو داشت باشیم خدمتشون. استاد سرحدی بفرمایید. نه یه لحظه اجازه بدین قبل از اینکه خانم عزیزی صحبت بکنن. من بله. قدردانم حضور دکتر شمیلی عزیز و همیشه میگم که همکاران توانمند و با سواد که میان اعتبار میدم به این فرایند، به این ایونت. اما خب اجازه بدین آقای دکتر با شما تو بعضی اجزا موافق نباشه. ببینید ما اشاره کردیم به مدل‌های مدل‌های ارتباط و تخصص مختلف در ارائه خدمات که مولتی دیسیپلینری بود، اینتر دیسیپلینری و ترانس دیسیپلینری. ببینید ترانس دیسیپلینری الان تو خیلی از جاها خیلی امکان پذیر نیست مگر در کانتکست‌های خاص و نیازمند آموزش‌های خاص هست. یعنی آموزشی که شما متخصص یک رشته تربیت نمی‌کنید، بلکه متخصص مجموعه خدمات رو تربیت می‌کنید. واسه همین یک گفتار درمانگر بلده مثلا تو آی سی یویی که ترانس دیسیپلینری داره مدیریت میشه، خدمات ارائه میده، بلده اون بخشی از کار درمانگر رو انجام بده. ولی وقتی ما میریم تو حالا به بستر جاری، یعنی روی زمین اصطلاح خودم خدمات میایم، میبینیم که ما حداقل خودمون الان مولتی دیسیپلینری هستیم. یعنی چند تا دیسیپلین هستن که موضوعشون مشترکه اما در عمل ارتباط چندانی با همدیگه ندارن یا اگر هم دارن در حد هماهنگی برای ارائه خدمات. توی داستان اینتردیسیپلینری و ترانسدیسیپلینری خیلی ما شاید پیش نرفته باشیم، اما حق با شما مثبته. اینجا ما باید اگر نگاهمون، اگر شیوه ارائه خدماتمون یکی از این مدل هاست، طبیعتا ما کامپیتنسی ها و کوالیفیکیشن های لازم رو براش داشته باشیم. حالا یک استدلال استرابری من توی دیدگاه بعضی افراد هست که حالا این نکته های محمدی من ندیدم تا موضوع صفحه، اینی که اگر میگیم اکیوپیشن پس الکتروتراپی چی؟ پس مودالیتی چی؟ پس تکنولوژی نوین چی؟ اگر تکنولوژی نوین در اسکوپ، یعنی در دامنه فلسفه و نگرش کاردرمانی جا بگیرن یا اگر جا ندارن باید جاشون بدیم، هیچ منافاتی با نگاه اکیوپیشن سنتر نداره یا به اصطلاح خودم کارنگر. اما اگر نه، میاد در سطحی کار میکنه که تخصص، یعنی فوکس یه رشته دیگه است. مثلا شما وقتی میبینید که عضله، مکانیک بدن، فیزیک بدن تمرکز اصلی یه رشته دیگه است، یعنی کاملا اصلا رو حول این شکل گرفته و داره یک مودالیتی الکتریکی رو داره با این هدف استفاده میکنه، بعد میبینیم عین همون و با همون هدف استفاده بکنیم، خب اینجا چه لزومی است که ما اصلا دو تا رشته باشیم؟ یه رشته باشیم، ایرادی نداره. خب یعنی بشیم مثلا یه رشته توان بخشی. حالا خیلی هم بخوایم جداش کنیم توان بخش فیزیکی، توان بخش همونجوری که یه زمانی کاردرمانی جسمی کاردرمانی روان داشتیم، میشه به این قضیه به این شکل نگاه کرد. حرف ما اینه، شما FES رو تو کاردرمانی خیلی استفاده میشه، اما FES به چه صورتی استفاده میشه تو کاردرمانی؟ در صورتی که تو اون چارچوب اکیوپیشن سنترد و اکیوپیشن بیسد و اکیوپیشن فوکس بگنجه، وگرنه خود FES که خودش چیز خاصی نیست، که یه مودالیته است. خیلی مسئله مهمی نیست که حالا مثلا من از دستم استفاده بکنم یا از جریان الکتریکی استفاده بکنم یا از یک وسیله فلزی استفاده بکنم یا از منوال گایدنس، از هر مدلی، از فیدبک کلامی یا از بایو فیدبک استفاده بکنم، فرق نمیکنه. مهم اینه که من کجای فلسفه و روش کاردرمانی قرار میدم. اگر میگنجه درسته، اگر نمیگنجه درست نیست. پس مخالفتی با استفاده از تکنولوژی ها و ابزارها و روش ها و حالا به قول معروف به قول OTPF4 مدیاها و متدها، ما مخالفتی باشون نداریم به شرطی که بگنجن در اون چارچوب کاردرمانی. این از این بحث. در مورد نگاه پلورالیستیک یا نگاه کثرت‌گرا، ما باید یه مرزی بالاخره باید داشته باشیم. تو مثلا شما همین گسترش بدیم به فراتر از توان بخشی، ببین تا کجا میتونیم پیش بریم با همین توجیهات. خب یعنی نمیشه همه چیز همینجوری توجیه کرد که حالا اب نداره من الان نیاز است من این اینکو بزنم و نیاز روز دیگه اینک دیگه ای.
من الان فقط صرفا نگاه میکنم به الکتروتراپی چون بازار کاره، باید این استفاده بکنم. به چه شیوهی؟ به اون شکل رایجه، تو فیزیو رایجه. اگر من میخوام توسعه بدم، باید بیام یه نگاه تاپ داون داشته باشم، یه نگاه اکیپیشن سنتر، اکیپیشن بیس، و کار کنم، کار پژوهشی، کار عملی، کار بالینی روی این حوزه که بتونم در چارچوب فکری کاردرمانی، در چارچوب عملی کاردرمانی ازش استفاده بکنم، نه به همون شیوهی که اونجا هست. و اینا مخالفتی با هیچ کدوم از اینا نیست به نظر من. خودم شخصا حداقل مخالفتی با تکنولوژی ندارم. مثلا من یه چیزی بگم، مثلا فرض کنید در مورد همین ویرچوال ریالیتی، من یادم چند سال قبل که اومد کنسول بازی وی، یعنی بازی ویدیویی رو که مراجع میشینه جلوی مانیتور، دو تا جویستیک دستشه و یا اصلا کلا جویستیک هم دستش نیست، یه مارکر رو دستشه، دستو تکون میده، یه بادکنک رو توی اون صفحه محیطی جلوش هست میتره کنه، یه بادکنک دیگه. یه زمانی میگفتن ویرچوال ریالیتی، اما الان ما میبینیم ویرچوال ریالیتی، اصلا آگمنتد ریالیتی یا میکس ریالیتی چیزی شده که دنیا ساختن باهاش، زندگی روزمره میشه باهاش داشت. خب اینجا اگر با این عنوان استفاده بشه هیچ ایرادی نداره، اما اگر یه فقط یه بازی حرکتیه که به آموزش بدیم به خانواده خودش انجام بده، اصلا تخصص نمیخواد، میخریم میدیم بهش، اینم اپراتوریش نیم ساعت یاد میدیم میره انجام میده. ولی اگر شما میتونید جوری ازش استفاده کنید که به انجام، به دوینگ اکیپیشن ها کمک بکنه به طور مستقیم یا با فوکس بسیار پروگزیمال، اون وقت بله قابل توجیه، هیچ مسئله‌ای باهاش نیست. کامنت آقای محمد خانی رو میخونی یا؟ بله گفتن جناب سوال سرحدی، البته من متوجه نشدم، حالا شما اولش فرمودین که یک جا با من مخالفین، ولی دقیقا این صحبت‌هایی بود که بندم کاملا بهش اشاره کردم و دقیقا صحبت همینه که ما لنز اصلیمون، یعنی دیدگاهمون، چه حالا عینک پلورالیستیک باشه چه مونیست باشه، به هر حال اکوپیشناله. یعنی قرار نیست ما تجهیزات رو استفاده بکنیم فقط برای اینکه مثلا تقویت عضله اتفاق بیفته. اگر حالا به هر حال سوء تفاهمی بوده، منظور همینه دقیقاً. نه خواهش میکنم. نه من میدونم منظورم چیه، من کلی‌تر به قضیه نگاه میکنم، یعنی جسارتا فقط شما رو مخاطب قرار نمیدم، کل یعنی سعی میکنم استدلال دیگر هم جواب بدم یه جوری. بله ابزار، میگم ابزار اصلا نگاه نیست، ابزاره. خب بله. و جایگاهش هم نگاه تعیینش میکنه. یعنی نگاهی که دارین شما، همین الان من کفش میپوشم، دونده فوتبالم کفش، بازیکن فوتبالم کفش میپوشه، دونده دو ماراتون هم کفش میپوشه. اصلا اینا این معناش نیست که حالا چون مادر ما از تیغ برش و از تیغ و از پروسیجر برش استفاده میکنه ارتباط داشته باشه کارش با جراحی که از تیغ و پروسیجر برش استفاده میکنه. یعنی میدونید اون نگاهه نمیتونه پلورالیستیک باشه، اما ابزارها میتونه متنوع باشه. نگاهه باید نگاه واحدی باشه که مختص یه رشته خاصه، رشته که تعریف داره، ابتدا و انتها داره. اینجاست که من با اون نگاه پلورالیستیک مشکل دارم. وگرنه ابزار و موضوع میتونه هر چقدر گسترده باشه میشه بهش پرداخت با نگاه ویژه یک تخصص مشخص با اسم، با عنوان، با چارچوب. جاهد، حالا سوال آقای جناب محمد خانی رو فکر میکنم در ادامه صحبت‌های من پرسیدن. حالا آقای سرحدی اگر شما چون به هر حال خوانش متن هست، اگر از دل این متن جوابی رو دارید بید یا حالا موافقت مخالفتی دارید بفرمایید، ولی اگر غیر حالا مثلا من جوابی که به ذهنم میرسه رو بگم. بفرمایید دکتر جان، بفرمایید شمیلی، شما بفرمایید و استاد سرحدی هم راجع به این سوال میخوایم اول بخونم. گفتن که اگر دیدگاه‌های پلورالیستی رو در حیطه علمی تا انتهای منطقی خودشون ادامه بدیم، در نهایت ما به کجا میرسیم؟ گفتن به عقیدهشون طرفدارای دیدگاه پلورالیستی هم باید به این سوال اصلی پاسخ بدن. حالا در مورد این اول دکتر شمیلی بفرمایید نظرشون رو، بعد آقای سرحدی هم نظرشون رو بگید. ببینید جناب یاسر محمد خانی عزیز، در مورد این که حالا انتهای منطقی، این خودش یک کمی واژه سنگینیه، من متوجه مفهوم نمیشم. اگر منظورتون اینه که بخوایم کلاً
تا کجا بخوایم ادامه بدیم، این بحث علم و شبه علمی که شما مطرح کردیم و به درستی که متاسفانه به هر حال سابقهش رو دیدیم توی همکاران خودمون که با روش‌های حالا نه لزوماً با مثلا مدالیته خاصی ولی با روش‌های من درآوردی ادعاهای بزرگی داشتن، این انتها وقت یا حالا مرز بین علم و شبه علم، خب جوابش استفاده از متدولوژی‌های علمیه. یعنی تا زمانی که ما یک روشی رو نتونستیم در گایدلاین ها به صورت رسمی روش تحقیقات انجام بدیم، مطالعات RCT نمیدونم انواع مختلف مطالعات علمی با روش علمی انجام بدیم و نتایج به هر حال ردبندی شده قوی، متوسط، ضعیف اینا رو عرضه نکرده باشیم که اصلا دیگه در جایگاه علمی نیست. اگر ولی در جایگاه علمی قرار گرفت و به ویژه در جایگاه علم کاردرمانی قرار گرفت، مثلا تحقیقاتی انجام شد که حالا به هر حال از occupation as means or as end یا همین از goals به هر حال توی تحقیقات بهش رسیدیم، خب طبیعتاً میشه استفاده بکنیم. مثالش همین مثلا بحث بیوفیدبکی که الان در مثلا دستگاه هایی که حالا مستقیما خودش میتونه ADL رو تقویت بکنه، مثالش حالا بگم یکی از این صائب و گلاو هست، حالا سرچش بکنی میبینید 2 تا الکترود داره، بیسش بر FES و حالا یه جورای بیوفیدبک، یعنی در واقع بیوفیدبک سنسش میکنه، الکتریکال EMG ثبت میشه و به صورت خودخواسته توسط فرد اون در واقع سیگنال های عضله اکستانسور مثلا انگشتان و مچ دست دوباره تقویت میشه و این دستکش انگشتا رو باز میکنه. خب این فعالیت روزمره این صائب و گلاو، دستکش صائب داره استفاده میشه. پس ما اینجا از یک در واقع روی کردی که شاید پیش از این کامپوننت بیس ایمپرمنت بیس بود، رسیدیم به روی کردی که در واقع این فعالیت روزمره و کاملا اکوپیشنال هست داریم استفاده میکنیم. خب این روش مقاله هم انجام بشه، میاد قطعا توی گایدلاین ها که اومده. اگر حالا من سوال واضح فهمیده باشم و جواب داده باشم اینه، یعنی اینکه ما باید با روش های علمی چیزو ثابت بکنیم. حالا پلورالیستی که فرقی نداره، مونیستی که فرقی نمیکنه، به هر حال باید اثبات بشه. من یه چیزی رو اضافه کنم. نقطه بحث البته این نیست. مثلا شما الان از سایبو گلاو حرف میزنید یا از همین محصول سایبو اصلا. خب یه تکنولوژی که در خدمت عملکرد اکوپیشنال هست، تکنولوژی اما در خدمت عملکرد اکوپیشنال الان اوکیه. خب اما اینکه صرفاً به فرض شما الان همین رو همین که الان هست برای تقویت عضلات اکستانسور فلکسور مچ استفاده بکنید، این کاردرمانی نیست، فیزیوتراپی. همینو برای تسهیل نوشیدن آب، انجام کار روزمره استفاده بکنید، کاردرمانی. بحث خود وسیله نیست، بحث جایگاهشه. یعنی همین صاحب گلاو رو شما اونجا استفاده بکنید، فیزیوتراپی اینجا استفاده بکنید، کاردرمانی. همین الانش شما یه وزنه رو اینجوری استفاده بکنید، فیزیوتراپی اونجوری استفاده بکنید، کاردرمانی. به قول جناب سردی، به قول یکسا که اون تعریف‌های ساده و ابتدایی که داشت که میگه اگر مثلا حالا درسته خیلی به همینم نقد هست، ولی اگر قرار باشه بیشتر جلسه به اینجور کارهای یعنی تقویت عضله و فلان و اینها واقعا معطوف بشه، دقیقاً فرمایش شما درسته دیگه. ما خودمونم اون فردم خودش میدونه که اصلا دیگه این حتی کاردرمانی اولیه هم محسوب نمیشه که حالا بماند که اصلا این وسیله گران قیمت اگر بخواد توی این سطح ابتدایی فقط برای تقویت عضله استفاده بشه اصلا خنده داره. دقیقاً صحبت شما درسته. حالا باز نظرتون رو راجع به سوال جناب محمد خانی هم بگین. حالا من مثال عرض کردم اینو، اینکه بحث انتهای منطقی منظور دقیقاً چیه، نظر شما چیه؟ من طبق سابقه‌ای که از یعنی مؤلف این جمله من جواب میدم. ببینید سوال منطقیه، یعنی سوال توضیح این هست که اگر ما نگاه پلورالیستی رو بپذیریم
به فرض الان بین یه مداخله باتم آپ با یه مداخله تاپ داون، خب یه قدم اونورتر بین یه مداخله باتم آپ با یه مداخله اینویزیو مثل نیدلینگ و بعد یه قدم اونورتر بین مداخله اینویزیو کم خطر با یه مداخله اینویزیو پر خطر و همینطور بریم تا آخر. یک تسلسلی از توجیهات رو میتونیم همینجور پیش ببریم. چرا نبریم؟ چرا گسترده نکنیم حوزه کاردرمانی رو تا کلا حوزه سلامت رو اشغال بکنه اصلا؟ خب یعنی حرف ایشون اینه که ما اگر اینو بخوایم بپذیریم در این سطح، منطقاً داریم میپذیریمش در تمام سطوح. درسته آقای محمد خانی؟ اگه میخواید صحبت کنید محمد خانی. این 3 دقیقه آخر آقای محمد خانی حسن ختام برنامه باشن بسیار عالی میشه. بله محمد خانی میتونید میکروفونتون رو روشن کنید. جناب فکر میکنم هندزفری چون استفاده نمی‌کنی صدا میپیچه. نه ما با 2 تا دستگاه هستیم. یه دستگاه خانوم الان صدامو دارین؟ الان درست شد. بفرمایید. صدای بنده رو دارین؟ بله محمد خانی بفرمایید صداتون هست. من عذرخواهی میکنم خانم عزیزی خیلی وقت بود دستشون بالاست، من به خودم جرئت نمیدم صحبت کنم. اگر ایشون صحبت کنن، اگر فرصتی بود بعد من. از شما مطرح بکن صحبت بعد ولی بله محمد خانی شما بفرمایید. حالا فرصت داشتیم خانم عزیزی هم میتونن حالا جلسه بعدی هم چون بحث همینه این بحث تموم بشه ان شاءالله به سوالشون هم جلسه بعد میرسیم. من عذرخواهی میکنم از خانم عزیزی. حقیقتش محسن جان خیلی خوب پیش برد. وقتی که اولا که خیلی جالب بود برام 2-3 روز پیش وقتی این بحث رو توی گروه گذاشتن، من اصلا فکر نمی‌کردم که بحث پلورالیسم به در واقع کاردرمانی رسیده باشه. پلورالیسم یک اندیشه‌ای توی حیطه اندیشه‌های سیاسی بود و توی ایران هم از طریق روشنفکری دینی وارد شد. یعنی اول عبدالکریم سروش پلورالیسم دینی رو مطرح کرد، به تبع اون افراد دیگه مثل مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان هم همین روند رو ادامه دادن. اما من این مثال رو زدم که از اونجا به بحث خودمون برسم. وقتی عبدالکریم سروش اومد پلورالیسم دینی و تکثرگرایی رو توی تفاسیر دینی مطرح کرد، ما در نهایت به نقطه‌ای رسیدیم که مصطفی ملکیان گفت گوهر ادیان مهمه، اساساً اینکه اسلام چی میگه هم مهم نیست. گوهر ادیان رو بچسبید. حالا اینکه شما مسلمونی یا مسیحی هستی یا مثلا زرتشتی هستی اصلا مهم نیست. وقتی میگم بحث پلورالیسم تا انتهای منطقی خودش ادامه بدیم به کجا میرسیم، دقیقاً حیطه کاردرمانی هم همینه. شما اگر همین جوری پیش برید که بگید آقا از این استفاده کنیم، آره الان مثلا فرض کنید اصلا من خودم تو NICU هستم، گفتار درمان نیست، من بیام این کارو انجام بدم. دوباره یه قدم بریم اونورتر، دقیقاً میرسید به درمان‌های غیر ارتدوکس. یعنی همون چیزی که الان متأسفانه مثلا چیزی مثل طب سنتی یا طب اسلامی داره ادعا میکنه، شما مجبوری که اون رو هم به رسمیت بشناسید. و اگر صحبت از اثبات علمی بکنیم، چون مرزبندی‌ها رو برداشتیم و فقط یه سری از اصول رو نگه داشتیم، اون هم میاد میگه من علمیم. اصلا پلورالیسم علم هم هست دکتر. یعنی اگه بخوایم بپذیریم پلورالیسم باید علم و غیر علم هم کنار هم بپذیریم دیگه. همین دقیقاً میگم علم و شبه علم. شما اصلا شما بعد از دیدگاه‌های ساختارگرایی رفتی به مابعد ساختارگرایی یا رفتی به پست مدرنیستا، دیگه به جایی رسید که اساساً تابو و علم و جادو در کنار هم قرار میگیره. یعنی شما نمیتونستی برگردی به اونی که جادو میکنه برگردی بگی چرا؟ چون زمینی که اون روش ایستاده ادعا میکنه زمین با منطقیه. ما اگر بخوایم تو پارادایم علمی بحث بکنیم، دیدگاه‌های پلورالیستی اینجا رو مشکل میندازن. اما هممون باید در عین حال تو جامعهمون پلورالیست باشیم. به این معنی که هممون باید احترام بگذاریم به عقیده یک فرد دیگه‌ای. اما وقتی تو زمین علمی هستیم دیگه این مفهوم نداره. همون مفهوم علم بومی که چند قدم بالاتر جناب سرحدی اشاره کرد، دقیقاً از همین جاها میاد. شما زمانی که برمیگردی یک حرفی رو میزنی، هی برمیگردی میگی که خب نه اینم داره درست میگه، اونم داره درست میگه. ما اگر این جنبه رو نگاه کنیم، مثلا فرض کنید چجوری اخلاق حرفه‌ای خوب باید به فرهنگ نگاه کنیم. الان در ایران ما نمیتونیم اینجوری نگاه کنیم، پس میگن که اخلاق حرفه‌ای بومی بسازیم.
اصلا شما همینو انقدر ادامه میدی که خارج میشه از حیطه چیز، از حیطه علم خارج میشه، بعد خودت هم خبر نداری. دیدگاه‌های پولاریستی اگر تا انتهای منطقیش برید به اینجا میرسید در حیطه علمی. اون در حیطه اندیشه سیاسی بحث دیگه است که اصلا در حیطه، من یه مثالش هم براتون زدم، در حیطه روشنفکری دینی هم همین اتفاق افتاد. طرف اول میخواست فقط به مخالفینش بگه آقا بذار یه نفر دیگه هم حرف بزنه، فقط زمین فقه و کلام نیستش که اجازه داره درباره اسلام حرف بزنه. در نهایت به نقطه مصطفی ملکیان رسید که برگشت گفت همه گوهر ادیان یکیه، زیاد وسواس نداشته باشید که مسلمونید یا مسیحی هستید یا چیزی از دین باقی نموند. حالا کاری نداریم من طرفدار این دیدگاه هستم یا نیستم، اما میخوام بگم تا انتهای منطقی خودش اگر ادامه بدید به کجا میرسید؟ به نقطه‌ای که تفاوتی میان علم و شبه علم نیست. مطمئن باشید به اون نقطه میرسید. در کار درمانی ادامه بدیم به کجا میرسیم؟ چون همین کاری که تربیت بدنی هم داریم میکنیم. اونم یکی آقا شما باید ما رو به رسمیت بشناسید، همون کاری که روانشناس داره میکنه، همون کاری که یعنی در واقع مرزهای میان رشته‌ای کاملا از بین میره. اینکه دانش میان رشته‌ای یا رشته‌هایی که اتحادی برقرار میکنه بین علوم طبیعی و علوم انسانی داره زیاد میشه، مثلا نوروساینس یا سوسیوبیولوژی یا اینا داره در واقع میاد، اون یه بحث فلسفی دیگه ای داره که ما چطور شد به این نقاط داریم میرسیم که میان رشته‌ای رفتار کنیم. ولی مرزبندی‌های رشته‌ای کاملا مرزبندی‌های واضحه. نه اون دکتر سیستمی که یعنی سیستم‌های پویاست، کثرت‌گرایی هم اینجوری نیست، یه جورایی پیچیدگیه تا کثرت‌گرایی. آره میگم اگه بریم توی اون که ما به بحثی میرسیم که از نظر من کلمه واقعیش میشه حکمت، اصلا معناش نمیشه کثرت‌گرایی. یعنی در واقع ما داریم صحبت از این میکنیم که اون فرد در حیطه خودت، مثلا فرض کن من اگر تاریخ میدونم در حیطه تاریخ هم بسیار واردم، از این طرف میام از حیطه در واقع علوم طبیعی هم میام، یعنی از سمت مثلا فرض کن که فیزیک هم وارد میشم، اون وقت این هم مرز اون رو رعایت میکنم هم مرز این رو. اتحاد این دو نقطه رو میگم یه بحث خیلی پیچیده تره، هر چی آدم مثال بزنه بدتر میشه. مثلا اینکه چه شد که روش‌های SI به عنوان یک روش در کار درمانی اصلا در نگاه شبکه‌ای موجود شد. این من اگه بخوام ریشه‌شو برگردونم میگم که از زمانی که تفکر کوانتومی توی فلسفه علم جای تفکر نیوتنی رو گرفت، نهایتاً در یک نقطه تو کار درمانی تاثیرش این بودش که مثلا روش‌های SI وارد شد، یعنی یه سنسوری اینتگریشن، نگاه شبکه‌ای وارد شد. من این بحث پیچیدگیش خیلی خاص‌تره تا اینکه ما بخوایم بگیم کثرت‌گرایی. کثرت‌گرایی رو اگر ادامه بدید میشه مثل این که هر کسی مجاز هر کاری بکنه. عقیده من اینه. من یه نکته اضافه کنم بعد آقای شمیری دکتر شمیری صحبت ریز کردن. توماس کون من جلسه قبلش اشاره کردم، یه مفهوم داره به اسم اینکامنسورابیلیتی پارادایم ها، یعنی قیاس ناپذیری پارادایم های علمی. حالا تو حوزه علم داره حرف میزنه، اما گسترش بدیم میشه قیاس ناپذیری علم و غیر علم. مثلا من در مورد باتم اف تاپتون دارم میگم اینا قیاس ناپذیرن، یعنی وقتی دو تا پدیده قیاس ناپذیرن، دو تا حوزه قیاس ناپذیرن، نمیشه ترکیبشون کرد یا دو تاشون رو پذیرفت. اینا تناقض ممکن داشته باشن با هم دیگه، یا حتی اصلا ممکن مفاهیم مورد نظرشون با اسامی یکسان اصلا یکسان نباشه. بنابراین ما باید موضع مشخص بکنیم. اگر میخوایم توی حوزه خاص باشیم باید موضع خاص داشته باشیم، نمیشه بدون موضع پیش رفت. تاش یعنی من میگم انتهای منطقی نداره، چون همینجوری گسترش پیدا میکنه، به همه چی گسترش پیدا میکنه، به کائنات هم گسترش پیدا میکنه این قضیه. دکتر شمیری و بعد خانم عزیزی و در خدمتتون خواهیم بود. منم عذرخواهی میکنم از خانم عزیزی. بس حالا مدیران باید از این به بعد مدیریت بکنن که یکی مثل من زیاد صحبت نکنه، انشالله دوستان دیگه هم نظر بدن. ببین در مورد صحبت‌های خیلی جذاب جناب محمد خانی، ببینید خود شما فرمودین که البته یه بار متناقض اشاره کردیم، من بالاخره متوجه نشدم شما موافقین یا مخالف اینی که این بحث علمی با بحث مذهبی که اشاره کردین یکی هست یا نیست؟ به نظر من که اصلا ما این دوتا رو نباید با هم مقایسه بکنیم، همینجور که آقای سرحدی هم اشاره میکنن در این قسمت آخر که نباید خیلی دو دیدگاه شبه علم و علم اصلا با هم مقایسه کرد.
حالا اون بحث باتم اپ و تاپ داون رو واردش نمیشیم چون حالا دوباره بحث ادامه پیدا میکنه. ولی اینی که فرمودین، ببینید در دیدگاه علمی من باز همون جواب اولی که خدمتون عرض کردم به نظر من همچنان استوار هست. روش علمیه، مشخصه، میگه که آقا ما از راه X میریم نتایج Y رو میگیریم. اگر شما حالا منظورتون این باشه که بله مباحث فلسفی مثل همین بحث نوروساینس سوشیال و نمیدونم بحثای اجتماعی قسمت هایی که حالا داره به علم نزدیک میشه، بله اونجا حرف و حدیث زیاد هست. شاید قسمت های زیادی از کاردرمانی و این متنی که ما خوندیم هم به اون قسمت بره، ولی لااقل قبول بکنید که ما در مورد یه سری چیزایی که کاملا قابل لمس هستن مثل همین بیوفیدبک، الکتروتراپی، نمیدونم ویرچوال ریالیتی که عمده مشکل ما، عمده مسئله ما هم همینا هست، میتونیم تصمیم بگیریم و جواب کار باز هم در همون روش علمیه. یا این جواب میده منجر به بهبود اکوپیشن فرد میشه، حالا یا از اند یا به قولی از مین، یعنی در همون لحظه هم مثل همین صاب و گلاو دستکشی میتونیم ازش استفاده بکنیم این اکوپیشن، یا نه اصلا مثلا الکتروتراپیه ولی با هدف اینی که ما بتونیم لیوان دست گرفتن رو به فرد آموزش بدیم و همینجوری تو فانکشن تقویتش بکنیم عضلات رو. خب اینا همه قابل در واقع اثبات علمی هست. حالا کلمه پلورالیسم و من خودم واقعیتش تو کتابای دیگه این کلمه رو راجع به مباحث و همین بحث تفاوت دیدگاه‌های اکوپیشن سنتر و اکوپیشن فوکوس و اینا ندیده بودم. خب اگر بخوایم، من نمیدونم فرهنگ یک مثلا اروپایی یا آمریکایی آیا پلورالیستیکی که اینجا نوشته دقیقاً همین پلورالیستیکی هست که ما ازش برداشت میکنیم تو دین یا حالا تو هر چیز دیگه. منشأش قطعاً خب اون دیدگاه ها چون از فلسفه غرب میاد بیشتر احتمالاً همون هست، ولی به هر حال خود من هم خیلی قرابت فکری اینجا نمیبینم حالا حتما این واژه ها رو استفاده بکنیم. لااقل در مورد مثلا همین ادواتی که صحبت شد، ویرچوال ریالیتی و غیره غیره. به خاطر همین این که ما بگیم تا کجا میخوایم بریم، به نظر من اگر تو وادی علمی داریم صحبت میکنیم، نه شبه علم، نه اینکه ببین حالا مثلا مثال علم طبیعی و علم لوکال و علم مثلا چینی رو، طب چینی رو گفتین، خب چه ایرادی داره در حد تحقیقات نه در حد اجرا بیان صحبتشون رو در واقع روش علمی ثابت بتونن بکنن. مثلا همه ما الان داریم از این هربالا استفاده میکنیم برای مشکلات استنشاقی و مشکلات رفع احتقان بینی و غیره، همینا گیاهیه. خب شاید حالا علم نوین مثلا حالا علم وسترن غربی بهش نرسیده بود، یه نفر گفته بود تو کتاب ابن سینا هست برین تحقیق کنین. تا جایی که تحقیق داره انجام میشه هیچ مشکلی به نظر میرسه نباشه. اگر ولی بخوایم پروسه تحقیقات رو حذف بکنیم، روش علمی رو حذف بکنیم، بگیم بله شما هم شاید راست بگی، اصلا چه لزومی داره ما به فلان روشی که اصلا تو هوا داره صحبت میکنه یا یه متد من در آوردی اصلا بگیم که شاید تو هم درست بگی. اون شاید درست بگی باید بره تو آزمایشگاه، باید بره توی کار پژوهشگاه و غیره، اونجا ثابت کنه بعد بیاد تو جامعه صحبت بکنه راجبش، مگر نه قبل از اون اصلا جای صحبتی نیست. پس صحبت شما از این نظر درسته که بله اگر بخوایم توی وادی بیراهه بریم خب مسلمه، ولی من فکر میکنم که این کتابم منظورش این نبوده باشه. کما اینکه آقای سرحدی، استاد سرحدی اشاره کردن چندین بار که بحث گایدلاین، بحث اخلاقی، ما وقتی اخلاق علمی رو صحبت میکنیم منظورمون خوش اخلاقی و نمیدونم حالا وجدان مثلا عمومی و اینها نیست که. اتیک مشخصا داره میگه که آقا یا بنفیشینس وجود داره، یعنی درمان شما در کار درمانی برای بیمارتون مفیده یا مضره و این روش علمی باید ثابتش بکنه. تحقیقات خیلی گسترده هستش که میاد نگاه میکنه، توی همین گایدلاین ها هست، میگه که مثلا ویرچوال ریالیتی
اثر بخشیش چقدره، اون ریسکش و حالا آسیب رسانیش چجوریه، آیا اصلا مشکلات ایجاد میکنه یا نه. یعنی همینا به نظر میرسه که قابل حله تا جایی که خارج از بحث علم بشیم. مرسی. ممنون آقای دکتر، تشکر. هی بس پیش میاد این نکته بزنم رسید اضافه کنم، یه چالش ذهنی از اون ور به قضیه نگاه کنید. اگر یک فیزیوتراپیست بیاد روی قضیه کار کنه که الکتروتراپی روی اکیوپیشن فرد موثره، خب و بعد بیاد کار کنه روی این که اکتیویتی گول دایرکتد روی اکیوپیشن فرد موثره و بعد بیاد روی این کار کنه که فیز روی اکیوپیشن فرد موثره و بعد روی همین کار کنه، با این توجیه اون هم میتونه پس به توضیح ما و اون وقت دیگه دو تا رشته داریم که میتونیم توضیح هم دیگه بریم با این توجیه. من از سعدی الان قبول داری که این سوال چیز دیگه یه دیگه، حالا شما نه برمیگردم به اون استعداد اصلی، نه برمیگردم به استعداد اصلی. آره این جزء حالا بحث امروزمون هستا، ولی حالا اون بحث علم و اینکه تا کجا میخوایم جلو بریم، حالا فکر کنم اونو ازش یا حالا رد بشیم یا اگر دوستان سوال دارن ادامه بدیم مباحثه رو. خیلی خوبه حالا به هر حال، ولی این سوال شما هم هست، ولی باید روش فکر کرد. برمیگرده به همون پلورالیسم توی فیزیوتراپی، مثلا تو روانشناسی، خب که ما چرا هدفمون رو فقط بزنیم روی فیزیک، بزنیم روی اکیوپیشن؟ چه اشکال داره مگه؟ میدونین چی میگم؟ یعنی اون وقت مرزها از بله خب این سوال منطقیه. این که حالا خانم دکتر سایی من دیدم اینجا نوشته بودن، ببینیم علم منتظر ما نمیمونه. خب علم حاصل حالا علمی که تازه بخواد به مرحله اجرا برسه و بره تو وزارتخونه مثلا کشور ما چیز بشه، اینا واقعا دو تا بحث خیلی جدا از همه. چرا؟ به خاطر اینکه ما ممکن تو کتابا یه عالمه چیز بخونیم، اصلا سرش هم صحبتی نباشه، من و شما و دیگر دوستانم توافق نظر داشته باشیم، فرض میگیریم، ولی میره تو وزارتخونه یه اتفاق دیگه براش میفته. یعنی میخوام بگم که تازه این قسمت هم هست، ولی خود علم هم حالا همین تکستا هیچ کدومش منتظر مثلا من فیزیوتراپ یا کاردرمان نمیمونه. حاصل برهمکنش و فشارهای مختلف اقتصادی، سیاسی، علمی و غیره خواهد بود و به عمل کار برآید. یعنی ما نمیدونیم 10 سال دیگه ممکنه رشته X نباشه، رشته Y نباشه، ممکنه هر دو اینا مرج بشن رشته Z وجود داشته باشه. اکوپیشن ما 50 سال پیش هیچ کی فکر نمی‌کرد که به صورت مجازی وجود داشته باشه. یه موجودی الان توی فضای مجازی به جای من و شما داره فعالیت میکنه، نمیدونم میره ساختمون میسازه، میره ترید میکنه، مثلا میرن ساختمونش رو خراب میکنن. این مباحث واقعا انقدر جلو خواهد رفت که ما ممکنه که به مرزهایی که الان امروز میخوایم بهش به دلایل مختلف قانع باشیم ممکنه فردا روزی نباشه. مثلا من حالا با تیمای فنی مهندسی خیلی همکاری دارم، میبینم که مثلا الان یه سری از بچهای فنی مهندسی اینقدر به مباحث ماها وارد شدن که نمیتونه جای ما رو بگیره. تا زمانی که ما اون ایده رو داشته باشیم سر جای خودمون هستیم، ولی شاید ما هم باید به همون سمت بریم، شاید به یه دنیای دیگه قرار پا بذاریم و واقعا قابل پیش بینی نیست. اینه که میگم حالا علم منتظر ماها نمیمونه، ممکنه که ما 10 سال بعد همین متن رو یه جور دیگه بنویسیم، حالا کلمات اصلا عوض بکنیم، کما اینی که بوده دیگه. حالا تو این روند 100 ساله پارادایم شیفت بارها اتفاق افتاده و به هر حال دنیای جدید ممکنه پارادایم های جدیدتری هم بذارن. این سوال حالا لااقل از دید منی که حالا خیلی هم به قولی مطالعاتم مثل شما گسترده نیست، ولی خب به هر حال یه تجربه رو دارم و ارتباط بین رشته زیادی دارم، میبینم که ما نمیتونیم جلوی فردی که فنی مهندسی داره کار میکنه رو بگیریم. الان پستاک ها، پوزیشن های دکترا، پوزیشن های ارشد که در حیطه تحقیقات داره جلو میره، اصلا شما هیچ مرزی نمیبینید. مثلا اومده گفته ما میخوایم به فرض روی گیت کار بکنیم، یه دونه مهندس میگیره، یه دونه کاردرمان ممکنه بگیره، یه فیزیوتراپیست بگیره. البته اینا خب بحث تحقیقات و ایناست، ولی همه علم ما داره از تحقیقات میاد بیرون دیگه. یعنی وقتی یه رباتی درست کردن که هم
آموزش بده، هم نمیدونم غذا رو بذاره دهن بیمار، هم نمیدونم یه روزی برسه به جاش اصلا تصمیم بخواد بگیره. خب طبیعیه که ما هم داریم میریم به اون سمت. این که تهش کجاست به سوال جناب یاسر محمدخانی میرسه که بله واقعا اگر به یه وادی های جدیدی بریم نمیدونیم واقعا چه اتفاقی میفته. من دیگه صحبتی بیشتر نمی کنم چون بس جذابه و منتظرم کامنت ها رو بشنوم و تشکر میکنم. گوش میدیم به صحبتاتون. ممنونم از جلسه خیلی ممنون. استاد سرحدی شما بحثی مونده برای امشب؟ خیلی جلسه 20 دقیقه اضافه تر از معمول طول کشیده. بله امشب هرچند که بحث خیلی داغ، من خودم فقط نشستم لذت میبرم. برای خودم جذاب بود. ممنونم. فقط تشکر میکنم از حضور همه همکاران، خیلی ممنون دکتر شمیلی و دکتر محمدخانی که غنا میدن به این بحثی که بود. من از خانم عزیزی هم عذرخواهی میکنم که فرصت نشد به کامنتیشون بپردازیم. بله خانم شما حتما سوالتون رو واسه جلسه بعد نگه دارین چون بحثم مرتبط هست. قطعا جلسه بعدی اولین سوال شما خواهد بود. خب شب همگی بخیر. ممنون از اساتید. بحث امشب واقعا عالی بود، خیلی استفاده کردیم. ممنون از 3 تا استاد عزیز. شب همگی بخیر. خداحافظ.